بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امروز در خدمت رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان جناب آقای حسینی هست و برای اولین باره که به صورت مستقیم رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان به پرسش و پاسخ می‌پردازه از پرسش‌هایی که خود دانش آموزا و فعالای المپیاد، دبیران المپیاد، مسئولان مدارس و غیره داشتن. قبلا این اتفاق نداشتیم، یعنی نهایتاً در حد خبرگزاری‌ها بوده و خبرنگارها به پرسش و پاسخ می‌پرداختن، ولی الان مستقیم می‌خوایم ارتباطی ایجاد کنیم بین فعالان المپیاد و دانش آموزا و رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان. در خدمتتون هستیم آقای حسینی. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که اینجا هستم در خدمت شما و دانشپژوهان گرامی. همینطوری که گفتین خب ما خیلی مایلیم که مستقیما با بچه‌ها در ارتباط باشیم، سوالایی که دارن رو پاسخ بدیم و یه مقداری اون فاصله‌ای که احساس میشه بین باشگاه و بچه‌ها روز به روز کمتر بشه انشالله. البته یه لینک مستقیمی هم من با بچه‌ها دارم به صورت ناشناس، ولی بعضا به خاطر مشغله‌های جدی که پیش میاد معمولاً هفته‌ای نهایتاً یکی دو بار میتونم بهش سر بزنم. به خاطر همین گفتیم با توجه به اینکه حجم سوالا خیلی زیاده و لازمه که بچه‌ها نسبت به مسائلی آگاه‌تر باشن و پاسخ سوالشون رو بگیرن، پیشنهادی که الگو داد رو قبول کردیم و گفتیم بیایم به صورت لایو با بچه‌ها صحبت کنیم. ما در خدمتیم. خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتید و ما در خدمتتون هستیم. خب سوالایی که بچه‌ها فرستادن خیلی زیاد بود، یعنی بالای 150 تا سوال بود که خب طبیعتاً توی برنامه نمیشه به همش پاسخ داد، ولی من سعی کردم سوالا رو دسته‌بندی کنم و یه سری سوالای تکراری یا مشابه داشتیم و سعی کردیم یه جوری بپرسیم که به همش پاسخ داده بشه، ولی طبیعتاً شاید به همه سوالا نرسیم. از طرفی خب الان کامنت هایی هم که توی آپارات میادم داره مشاهده میشه توسط دوستان ما و یه وقتی هم اختصاص میدیم به این سوالا پاسخ بدیم. من میخوام با سهمیه های المپیادا شروع بکنم. خب ما یه سری المپیادای قدیمی داریم که المپیادای اصلی نامیده میشن، حالا به صورت عرف بین المپیادیا، که اینا سهمیه دانشگاه دارن، یعنی اگه مدال طلا بگیرن بچه‌ها معافن از کنکور و اگر مدال نقره و برنز بگیرن سهمیه دارن. ولی یه سری المپیادای نوظهور داریم که این سهمیه رو ندارن. سوالی که بچه‌ها دارن در درجه اول اینه که این سهمیه‌ها رو چه کسی مشخص میکنه و کی میتونه تغییر بده، یعنی در اختیار باشگاه دانشپژوهانه یا نه؟ خب این سوالی که ما خیلی باش روبرو میشیم و خیلی جا پاسخ دادیم نسبت به این سوال و بحثش طولانیه، ولی یه خلاصش رو بخوایم عرض کنیم. حالا برای ما المپیاد اصلی و فرعی وجود نداره. حالا ما مثلا المپیادهای نوظهور میگیم و المپیاد قدیمی تر که تفاوت این دوتا ایجاد شه، وگرنه همشون جزء المپیادهای باشگاه دانشپژوهان جوان هستند. در مورد مسئله سهمیه، همینطوری که احتمالاً شما در جریان هستین، جایی وجود داره به اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی که قانونگذار حوزه فضای آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور و این شورا باید یه سری از قوانین رو مصوب کنه، کما اینکه اصلا استقلال باشگاه رو شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده. ما از روز اولی که اومدیم وارد تعامل با شورا شدیم، یه سری ابهاماتی که داشتن رو تلاش کردیم از بین ببریم و اون فرایند گرفتن حالا اصطلاحاً سهمیه یا امتیازاتی در کنار بقیه المپیادایی که قدیمی ترن به این المپیادای جدیدتر هم تعلق بگیره. ولی حقیقتا فرایند قانونگذاری خب فرایند سختیه و فرایند زمانبریه. متاسفانه تعدادی از اولیا فکر میکنن یه مهری تو کشوی من هست که من اگر اون مهر رو انجام بزنم حتما اون سهمیه بچه‌ها انجام میشه. نه، ما تقریبا 1 ساله که پیگیر بحث سهمیه المپیادهای قدیمی تر هست، المپیادهای نوظهور هستیم، ولی خب شورا هم دلایلی داره و سوالاتی داره که ما هر مرحله میریم پاسخ میدیم و امیدواریم که به زودی حداقل یه تعدادی از المپیادهای نوظهور امتیازاتی بهشون تعلق بگیره و البته یه مقداری کامل‌تر بگم یه طرح ساماندهی المپیادهای علمی به شورای عالی ارسال شده، چند ماهی میشه و چندین جلسه تو شورا در مورد این موضوع صحبت شده و حقیقتا خوشبینیم که انشالله تا همین سال تحصیلی اتفاقای خوبی برای
حداقل برخی از المپیادهای نوظهور تو این زمینه رخ بده. ما پیگیر هستیم ولی یه بخش خوبی از این قضیه بیرون باشگاه است. اینو دوستان باید بدونند و این پیچیدگی رو ما درک کردیم، دوستان هم درک کنن و امیدواریم که زودتر این اتفاق بیفته. دعا کنید که ان شاء الله این اتفاق میفته. ما با تمام توان پیگیر این قضیه هم هستیم ان شاء الله. خب یه سوال دیگه اینه در مورد هم المپیاد قدیمی تر، چرا سهمیه ها اینقدر پیچیده است؟ یعنی مثلا ما یه سری سهمیه کنکور داریم مثل سهمیه ایثارگران و حالا غیره، تو همون تراز کنکور بچه‌ها لحاظ میشه و یا حالا ظرفیت جداگانه‌ای براشون هست و اعمال میشه، ولی بچه‌های نقره برنز المپیاد باید در واقع اول بدون اعمال سهمیه با رتبه عادی کنکورشون انتخاب رشته کنن، بعد برن دانشگاه یه هفته 2 هفته پیگیر بشن و حالا این اتفاق بیفته. بله. ناکنید بعضی از سازوکارها هستن های اسدی که در طول زمان تثبیت شدن و تغییرشون واقعا سخته. خب یعنی بعضا تو فضاهایی که موجوده نسبت به هر گونه تغییری مقاومت جدی وجود داره و آدما بعضا سخته براشون که این مسیری که وجود داره رو تغییر بدن و دوچار چالشن و پشیمون شن. حقیقتا این چیزی که میگین دغدغه ما هم بوده و هست، خب که فرایند اعمال سهمیه المپیادهای علمی همانند بقیه سهمیه ها باشد. خب ولی متاسفانه 30 سال با این روند سهمیه ها اعمال شده. یعنی اون تعاملی که باشگاه با سازمان سنجش داشته بدین شکل بوده که باشگاه میگفته سازمان سنجش شما بچهای کنکوری رو تعیین تکلیف کنید، بعدش بچهای المپیادی رو. و اون دورانی که حالا ماها دانش آموز بودیم بعضا ما 1 ماه بعد از دانشگاه تازه فرایند ما شروع می‌شد یا حداقل متوجه می‌شدیم که چه اتفاق داره میفته. الان این سریع شده واقعا، یعنی معمولا 1 هفته بعد از اعلام نتایج از طریق سازمان سنجش معمولا فرایند بچهای المپیادی هم به اتمام میرسه و 2-3 روز بعدش اعلام رشته نهایی می‌کنیم. ولی ما باید به این جهت حرکت کنیم و این پیشنهاد درست به جای که حقیقتا به خاطر مشغله‌های جدی دیگه‌ای که داشتیم که مهمتر از این بودن برامون که احتمالاً در ادامه بیشتر بهش اشاره می‌کنیم، حقیقتا فرصت نشد که با سازمان سنجش وارد مذاکره جدی شیم، چون لازمه که حتما شخص آقای وزیر هم تو این مسئله ورود کنن، این پیشنهاد رو بدن که یه مقداری فرایند اعمال سهمیه بچه المپیادی هم یه سازوکار جدی‌تری بگیره. دوباره تاکید می‌کنم یه مقاومت جدی تو بدن این سازمان سنجش نسبت به این قضیه وجود دارد و طبیعی هم هست، چون یه کاریه که چند 10 ساله که انجام میدن و تغییر اون براشون احتمالاً یه تغییراتی رو نیاز داره، یه سختیایی رو نیاز داره که انشالله حالا همه دوستان کمک میکنن و این تغییر صورت بگیره. خیلی عالی. یه سری سوال هست میگن چرا تعویض قائل میشه آقای حسینی به المپیادا؟ چرا المپیاد ریاضی اینقدر مدال داره؟ من الگوهای قبلی رو بعضا میدیدم اول خیلی خوش و خورم شروع می‌شد. اول می‌خوایم چالشیش کنه. سوال کلا چالشیه، یعنی خدا رحم کنه. حقیقتا از وقتی که من اومدم تغییر تعداد مدالی توی رشته‌ای صورت نگرفته. یعنی چیزی که بوده رفته جلو، به علاوه اینکه یه تعدادی مدال به المپیادهای زیست و نجوم امکان اضافه شدن وجود داشت که اونم انجام دادیم. خب یعنی حقیقتا پیش از بنده هم تعداد مدال‌های جدید رشته ریاضی 60 بوده، در دوران بنده هم 60 مونده. خب این چرا 84 تا سال؟ 60 مدال جدیده. خب یعنی دانشپژوهایی که سال قبل تو سال دهم تونستن مدال نقره و برنز یا طلا کسب کنن جزء مدال‌های جدید امسال حساب نمیشن. ما سالانه 60 تا مدال جدید تو المپیاد ریاضی داریم، کما که تو کامپیوتر هم سالانه ما 40 تا مدال جدید داریم. ولی تا بچه‌ای که توی دوره میشینن امسال فکر کنم تو حدود 50 خوردی تا بوده و اونم به این دلیله که خب اون 40 تا مدال جدیده. اون بچه‌هایی که سال قبل مدال نقره یا برنز شدن، نقره که خب از مرحله 2 و 3 معافن، ولی بچهای برنز اگر مرحله 2 و 3 رو قبول شدن 3 استلان همون برنامه عملی بچه‌هاست و جزء ظرفیت 40 تا جدید حساب نمیشن دیگه. البته یه چنین چیزی برای زیست و نجوم وجود نداشته که امسال ما این رو برای زیست و نجوم هم ایجاد کردیم. یعنی سال قبل بچهای زیست و نجوم میتونستن 40 نفر قبول شن و امسال گفتیم که نه، این اتفاق برای این دو تا رشته هم بیفته و امسال بله اینا هم شدن بیشتر از 40. بسیار.
یه تبعیض دیگه که بچه‌ها میگن بین رشته‌های ریاضی و تجربی انسانی به لحاظ تعداد رشته المپیادی که براشون وجود داره تبعیض هست. درست. مثلا برای رشته ریاضی 5 تا المپیاد قدیمی داریم، برای تجربی 2 تا، برای انسانی 1 دونه. خب برای تجربی 2 تا کدوماست؟ شیمی و زیستی. شیمی نصف است دیگه، نصفش ریاضیه. حالا عملاً حالا دیگه بدتر دیگه، یکی نصف بیشتر شد. نه کنید این تبعیض نیست واقعا. خب لازمه که ما به بچهای حوزه تجربی بیشتر بها بدیم، به بچهای حوزه انسانی خیلی بیشتر توجه کنیم. این خیلی مهمه. یعنی کم توجهی به 2 تا رشته است. خب زیاد توجه کردن به یه رشته خاص نیست به نظر من. یعنی همینطوری که به حوزه ریاضی و فنی باید داریم توجه میکنیم، باید به رشته علوم انسانی و علوم تجربی هم توجه کنیم. ولی مسئله‌ای که از آقای دکتر اسدی چیه؟ اینه که ما باشگاهی که تحویل گرفتیم یه سری چالش‌های خیلی زیادی داشتیم. خب و ظرفیت باشگاه محدود بوده و ما همزمان نمیتونستیم بیایم همه چالش‌هایی که وجود داره رو حل کنیم. خب یعنی حقیقتا من روز اولی که وارد باشگاه شدم خیلی مشکل داشتیم. یعنی حتی ساختمونی که توش بودیم 3 سال قبلش آتش نشانی نامه زده بود که آقا اینجا اخطاری ایمیلی داره ممکنه بریزه. خب یعنی اون جایی هم که بودیم امن نبوده که کارمون رو انجام بدیم. فضای مالی باشگاه اصلا فضای مالی وجود نداشته. یعنی من یادمه که یه صحبتی کرده بودم که خب حساب باشگاه چطوره ما بریم هزینه کنیم و بریم ایدامون رو پیاده کنیم. گفتن خب حسابتون خالیه. گفتم خب اشکال نداره، من میرم این برام پول میگیرم. شماره حسابمون چیه؟ گفتن حساب نداریم. گفتیم خب باشه اشکال نداره، میریم حساب درست میکنیم. شما حق داشتن حساب هم ندارین. خب چون باشگاه هنوز استقلالش کامل نشده بود، خب به عنوان سازمان مستقل، بعد گفتیم خب بریم نیروی انسانی بگیریم. مثلا چون شما هنوز استقلال کامل نشده نمیتونید نیروی انسانی هم بگیریم. بعد ما یه جایی بودیم که نه فضای مالی داشته، نه نیروی انسانی میتونسته بگیره، ساختمونش هم داشته میریخته. بعد اواسط آذر ماه بوده، نتایج دوره تابستون خیلی از رشته‌ها نیومده بوده. خب بعد بخشنامه مرحله اول نرفته بود، دوره طلا شروع نشده بود و یهو من از آرمان‌های خیلی جدی که داشتم یهو اصلا فرو ریختم. چون من وقتی که بهم در مورد باشگاه صحبت شد برای اولین بار 2 تا چیز خیلی برام مهم بود و گفتم کنار این فعالیت روتین باشگاه حتما این 2 تا چیز رو پررنگ می‌کنم. یکیش ارتباطات بین‌المللی ایران با بقیه کشورهاست که دوره‌های مشترک تعریف کنیم، کلاس‌های مشترک بذاریم، آزمون‌های مشترک بذاریم. چون کما اینکه قبل از این من کرده بودم و بعد دوره تیم کشورهای مختلف تدریس کرده بودن، المپیادهای مختلف برگزار کرده بودم، برای کشورهای مختلف سوال طراحی کرده بودم و می‌خواستیم اینو از طریق باشگاه یه هویت جدی بدیم و پررنگ‌ترش کنیم و نشون بدیم المپیادیای ایران در سطح جهان معتبرن. خب و میتونن اثرگذار باشن. این مسئله خیلی برام مهم بود. یه مسئله که بعد از دوران المپیاد بچه‌ها که بیایم یه سازوکاری بشینیم، بچه‌های فارغ التحصیلمون جمع شن، تو باشگاه کار کنن، یه حق و زحمه خوب بهشون بدیم، تلاش کنیم از این بچه‌ها رو جمع کنیم، گروهای پژوهشی شکل بگیره حول مسائل کشور، تلاش کنن استارتاپ تشکیل بدن، حمایتشون کنیم. ولی وقتی وارد باشگاه شدم حقیقتاً بعد از یه هفته تقریباً افسرده شدم. این شکل آقا این کارا رو می‌خواستم بکنم ولی بعد از یه هفته یهو آرمانای من شد مرحله یک برگزار می‌شود با این اوصاف، دوره طلا رو میتونیم برگزار کنیم. چون خیلی چالش خیلی متفاوت بوده. خب بعد و حقیقتا این کارهای روتین باشگاه لازم بود انجام شه، کنار اینکه اون چیزا هم باید انجام میشد. ناگهان یه سری کارهای زیرساختی باشگاه داشت اگر انجام میتونستیم انجام ندیم. مثلا من میتونستم برم بگم سازمان سمپات تو بیا متولی المپیاد کشور شو تموم شه بره. خب میتونستم یه سازمان دانش آموزی بیا المپیادا رو بگی زیر نظر خودت. خیلی برای ما راحت تر بود، خیلی راحت تر بود. اون میومد یه برند بین‌المللی بهش اضافه میشد، قطعا تا میتونست حمایت میکرد. ولی مثلا میشد دیگه هویت باشگاه شکل نمیگرفت و این ساده ترین کاری بود که ما میتونستیم بکنیم. ولی چرا ما این کار انجام ندادیم؟ چون آینده باشگاه خیلی مهم بود، اون استقلال باشگاه خیلی مهم بود، اون استقلال مالی باشگاهی که دست ما رو از جیب بقیه خارج میکنه و این اجازه رو به ما میده که بتونیم برای خودمون برنامه بریزیم. آدمای دیگه یهو نیان
یه شیری رو قطع کنند و یهو مسیر باشگاه مثل 13 سال پیش یهو عوض شه. اون استقلال ساختاریه که یهو یه آدمی نیاد بگه که آقا دیگه این ساختار باشگاه وجود نداره، همتون از ساختمون مثلا سردار جنگلی که بودین به این ساختمون جردن. اون ساختمون ایمنه که اصلا امکان فعالیت رو به بچه‌های ما میده. حقیقتا این چالشایی بود که همزمان باید رفع میشد، در کنار اینکه فضای مالیمون نامشخص بود، آدم نداشتیم، المپیادا باید انجام میشد و اولین چیزی که توی بچه‌ها اعتماد ایجاد میکرد تو باشگاه اصلا درست برگزار کردن خود المپیادا بود. و حقیقتا خب ما از خود بچه‌های فارغ التحصیل کمک خواستیم، واقعا ممنونشونیم، اومدن کمک کردن، یه سری آدم اومدن وایسادن کنار ما تو باشگاه دانشپژوهان جوان، دلسوزانه، کادر آموزشمون، کادر مالی اداریمون واقعا مردانه وایسادن که این چرخه بره جلو. و واقعا جهادی که این آدمو کردن به نظر من از کمتر از جهادی که رزمندا توی پشت خاکریزا کردن نبوده واقعا. و خدا رو شکر میکنیم الان اون امورات زیرساختی باشگاه کامل رفع شده. ما برای اولین بار تو تاریخ باشگاه دانشپژوهان جوان یه ردیف بودجه مستقل داره. اینو اونایی که تو فضای سازمانی کشور زیست کردن میدونن یعنی چی. برای اولین بار باشگاه ساختار نیرو انسانی مستقل داره که خودش میتونه هر آدمی که به دردش میخوره رو بگیره. ما برای اولین بار، حالا برای اولین بار نیست این، ما یه محیط فیزیکی درشن داریم تو باشگاه الان. هم خوابگاه داریم، هم محیط اداری داریم، هم محیط کلاسی داریم، آزمایشگاه باشگاه داریم میسازیم. این محیط بزرگی که بچه‌ها میتونن فعالیت کنن و خونه فارغ التحصیل داره میشه کم کم باشگاه. و در کنار اون تلاش کردیم المپیادا رو منظم کنیم که این اولین کانتکت پوینت ما با بچه‌هاست. و حقیقتا ما خیلی از مشکلات رو تو این فرآیند شناسایی کردیم ولی زورمون نمیرسه تو گام اول حل کنیم. ولی حتما توی برنامه‌مون هست، حتما هست که ما کم کم اونا رو طبیعتاً برگزاری درست المپیادا خب اولویت داره به این مورد. خب اینکه یه محیط ایمن برای بچه‌ها داشته باشیم که کلاساشون رو اونجا برگزار کنن، این اولویت داره به بقیه موارد. ما اولویت بندی کردیم، داریم بر اساس اولویت‌ها میریم جلو. زیرساخت باشگاه کاملا مهیا شده، اون فضای ایمن پویا برای بچه‌ها ایجاد شده و الان داریم میریم که این اتفاقایی که شما میگین انشالله کم کم رخ بده. خیلی عالی. ما میشه همینجای قول از شما بگیریم؟ چه قولی؟ این کارهایی که انجام شده یه مستند ازش ما بسازیم، شما اگه میشه همکاری کنید با ما. اولیگو انشالله باشه. که بچه‌ها خب خیلی از این چیزها رو شاید مثلا ندونن که مثلا ردیف بودجه مستقل اصلا یعنی چی، یا مثلا این ساختمان جدید باشگاه خب چی بوده، چی شده، چه کاری توش انجام شده. من ساختمان چیزی بامزه بگم چون خودم مبتلا به بودم. سال 80 یه وزیر وقت یه ساختمونی رو برای باشگاه ساختن، سال 81 اگه اشتباه نکنم اهدا کردن به باشگاه دانشپژوهان تو سردار جنگل. یه محیط بازی بود متناسب با المپیاد اصلا ساخته شد. سال 89 که باشگاه و سنپاد ادغام شدن، من اون موقع دانشپژوه دوره تابستون باشگاه بودم. وسط دوره تابستون به بهونه ماه مبارک رمضان به همه ما گفتن بریم خونه. خب رفتیم خونه، برگشتیم گفتن ساختمونتون رو گرفتیم. به این ساختمون جدید شد. خب به این سادگی ساختمون ما رو گرفتن، رفتیم جایی که اصلا نمیتونست پذیرای دوره تابستون ما باشه دیگه. یعنی خودتون دیدین ما یه سال تو دانشگاه شهید رجایی بودیم، یه سال تو امیرکبیر بودیم، یه سال تو دانشگاه شریف بودیم و اصلا بچه‌ها نمیارن باشگاه رو ببینن و همه تلاشمون رو داریم می‌کنیم دوره تابستون سال بعد حتما تو خود باشگاه برگزار شه. ان شاءالله این اتفاق میفته. خیلی خوشبینیم به این. خیلی عالی. خب در راسته هم سوال قبلی که پرسیدم که تبعیض بین رشته ریاضی تجربی و انسانی، بچه‌های انسانی خیلی سوال داشتن که المپیاد فلسفه و منطق چی شد؟ چون قرار بوده راه بیفته. بله ما پیگیرش هستیم، قرار نبوده امسال راه بیفته. خب ما پیگیر المپیاد فلسفه هستیم، داریم با اساتید مختلف صحبت میکنیم، یه کمیته علمی نسبتا خوبی بچینیم، چون خودتون میدونید اون کمیته علمی خیلی مهمه تو جهت‌دهی مسیر اون المپیاد. مثلا برای المپیاد هوش مصنوعی ما واقعا کمیته علمی قوی شکل گرفته و خیلی خوشبینیم که اثرگذار باشه تو فضای هوش مصنوعی کشور. تو المپیاد فلسفه هم حقیقتاً یه چالشی که وجود داره، دیدگاه‌های بسیار متفاوتی وجود داره. مثلا هوش مصنوعی خب یه چیز دیگه، خب هوش مصنوعی در مورد مثلا AI بعدهای مختلف آدما غالبا نظر مختلفی ندارن دیگه، ولی در مورد فلسفه و منطق یه چنین چیزی وجود داره. یعنی یادم یه جلسه‌ای گذاشتیم با چند تا از اساتید دانشگاه، تهش این شکلی شد که مثلا یه سری از اساتید
میگفتن آقا ما کاملا در تضاد با این گروهیم و بالعکس و این تضاد باید تعریف شه، مکتب‌های فکری مختلف. بله که به یه چیزی برسیم که خب این آسیب بچه وارد نشه و این نیاز داره که ما بیشتر روی این قضیه هم فکر کنیم، هم با آدما مشورت کنیم که یه مقداری یه چیزی نشود که بعد از 1 سال ما دچار چالشیم با ایجاد کردنش و داریم سمتش حرکت می‌کنیم، ولی بعید می‌دونم به امسال برسه. خیلی عالی. بعد این المپیاد هوش مصنوعی هم خیلی بچه‌ها سوال داشتن که امسال گفتید اضافه میشه. منابعش که اعلام میشه چی باید بچه‌ها بخونن؟ حقیقتا یه چالشی که ما تو منابع المپیاد هوش مصنوعی همش غیر فارسیه. خب یعنی اساتید خیلی دارن تلاش میکنن بتونن سورسایی رو درست کنن که دانش آموزا از روش مطالعه کنن، بخوننش و اینها، ولی یه مقدار طول میکشه. بعید میدونم به مرحله که امسال منابعش برسه. داریم تلاش میکنیم اگر رسید که اونا رو معرفی کنیم، اگه نرسید خب یعنی بچه امسال باید چیکار کنن؟ یکی از چیزایی که خب خوبه منابع المپیاد جهانی هوش مصنوعی رو ببینن. خب یعنی فعلا برن منابع جهانی حتما ما تو بخش‌های مرحله که اعلام میکنیم، خب ولی اگر شد زودتر اعلام میکنیم. خیلی عالی. البته بچه‌ای که هوش مصنوعی بلدن همون منبع انگلیسی‌ها رو بدن، خود هوش مصنوعی براشون ترجمه کنه. خب یه سری تسهیلات دیگه مدال داره، اینا چیا هستش به جز سهمیه؟ تسهیلات اولا یه چیزم بگم، ما یک اتفاق خوبی که در المپیاد جدیدمون افتاده، چون ما این وقت خیلی رایزنی کردیم که بچه المپیادهای نوظهورمون هم حتما کم کم بهشون امتیازات تعلق بگیره. اولین چیزی بود که با بنیاد ملی نخبگان صحبت کردیم که یه امتیازات به این بچه‌ها تعلق بگیره. بنیاد قبول کرده ولی یه جاهایی گیر کرده که اون ان شاءالله امیدواریم زودتر درست شه، چون قول داده بودن که این اتفاق بیفته. مسئله بعدی ورود بچه‌ها به دانشگاه فرهنگیان برای این بچه‌ها به صورت معاف از کنکور شده. این بچه‌ها المپیاد نوظهور معاف از کنکورن، فقط البته باید برن مرحله گزینش حضوری رو طی کنند و فکر می‌کنم من چون تو ناشناسم زیاد سوال می‌پرسن در مورد این مسئله. چیزی که به ما گفتن تو اخبار که نه حضوری گفتن که ما برای ترم بهمن از بچه المپیادی برمی‌داریم. خب که این بچه‌ها ان شاءالله تو اون بازه بتونن چیز کنن. البته خب یه احتمالی توش وجود داره دیگه، یعنی فضاها ممکنه با یه تغییری دچار تغییر زمانی هم بشوند، یعنی مسیر روتینشون رو برن احتمالاً، ولی دانشگاه فرهنگیان برای ترم بهمن ما از بچه‌های استعداد درخشان و المپیادی حتما میگیرن. دیگه چه تحصیلاتی دارن مدال‌آورا؟ مدال‌آورای المپیاد قدیمی‌تر که خب آشناان دیگه، یعنی برای ورود به دانشگاه امتیازاتی بهشون تعلق میگیره. بچه‌های حوزه علوم تجربی، بچه دارنده مدال طلاشون از طرح پزشکی عمومی معافن که البته یه بازه‌ای اینو کنسل کردن که با پیگیری‌هایی که انجام شد دوباره برگشت اون معافیت. و حقیقتا من بزرگترین مزیت المپیاد رو این امتیازات نمیبینم، اون توانایی که بچه‌ها کسب می‌کنن میبینم. حقیقتا اینو دانش آموز شاید اون برهه‌ای که المپیادش تموم میشه مدال میگیره درگیر کنکور خیلی درک نمی‌کنه، ولی اونایی که مقدار بزرگترن میدونن که چه مقداری بچه‌ها لحاظ فکری بزرگ میشن. ناگهان ما تو دانشگاه شریف میانگین معدل بچه المپیادی 1.5 نمره از میانگین معدل دانشگاه بالاتره. خب خیلی چیز بزرگیه. خب ناگهان دانشگاهی داریم میگیم که بچهای زیر رتبه خوب کنکورن دیگه غالبا، و تو این دانشگاه که دانشگاه یک ماست بچه‌های المپیادی هم از طلا نقره برنز میانگین معدلشون 1.5 نمره از میانگین معدل دانشگاه بالاتره، نشون میده خب یه تفاوت معناداری بچه‌ها دارن و بعدش هم ما رصدشو می‌کنیم تو فضای کاری واقعاً عمیق‌ترن، چون یاد گرفتن که رو سوالا چند ساعت فکر کنن، عمیق باشن، حفظ نکنند، یه سبک خاصی از مطالعه دارن و واقعاً سبک زندگی المپیادی به نظرم به شدت مفیدتر از سبک زندگی کنکوری. یه تحصیلات جدیدی هم برای مدال‌آوری جهانی گذاشتن، اونم میفرمایید جایزه‌ای که میگیرن. یه صحبتی با معاونت علمی شده که بچهای مدال طلای المپیاد جهانی 300 نقره 250 برنز 200 دیپلم افتخار 100 از معاونت علمی هدیه میگیرن کنار هدیه‌ای که بقیه جاها میدن. بله بر واحد میلیون تومان دیگه. بله میلیون تومان چون واحدش یو ریال نشه. بسیار. بعد سربازی بچه‌ها چی؟ نکنید سرباز خیلی دو تا تصور غلط وجود داره که بچهای المپیاد سربازی معافن یا میتونن دور رشته‌ای کنن. خب اینا پس غلط. این تصور درستی نیست. درستش چیه؟ بچهای نخبه به صورت کلی میتونن در صورت اینکه یه حدی از پویایی را تو دوران تحصیلی دانش آموزی و دانشگاهی داشته باشند
و یه امتیاز خاصی رو کسب کنند شامل طرح شهید صیاد شیرازی بنیاد ملی نخبگان شن که تو اون طرح میتونن پروژه جایگزین خدمت بگیرن. یعنی این بچه‌ها اگر معدلشون تو دانشگاه خیلی بد نباشه، با اون مدال المپیادی که دارن اون امتیاز حداقل رو کسب میکنن و میتونن به جای اینکه برن توی پادگان صبح تا شب وایسن 2 سال از عمرشون بگذره، تو حوزه تخصصشون یه پروژه جایگزین خدمت بگیرن و معمولا هم خیلی زمان جدی از این بچه‌ها نمیگیره. مثلا لازم نیست هر روز برن این پروژه رو انجام بدن. معمولا مثلا 2-3 هفته یه بار یه سر میزنن در مورد پروژه، گزارش میدن، دوباره 2-3 هفته بعد، جز دوران آموزشی که یه دوران آموزشی 1 ماهه برای بچه‌های نخبه وجود داره و فقط هم همه بچه‌های نخبه‌ن که صبح میرن ظهر برمیگردن، صبح میرن ظهر برمیگردن. بعد المپیاد فریام اینو دارن یا فقط اصلیه؟ این برای بچه‌های نخبه است. خب یعنی بچه‌های المپیاد فرعی هم اگر توی دانشگاه‌های خوب باشند، اون شرط پویایی رو حفظ داشته باشن، احصا کنن، یه مقداری معدلشون خوب باشه، میتونن به یه چیزی برسن. من 2 تا سوال بپرسم اگه میشه، فقط بله خیر. این چون سوال کوتاه. بله. یکی اینکه کسی که سهمیه‌های دیگه به جز مدال داره مثل سهمیه ایثارگری، همزمان میتونه از جفت اینا استفاده کنه برای ورود به دانشگاه؟ نه. پس یکیشو میتونه. یکی اینکه اگه یک نفر یه سال پشت کنکور بمونه، سال بعد دوباره میتونه از سهمیه مدالش استفاده کنه؟ اگه سال اول استفاده نکرده باشه بله. خیلی عالی. خب من برم فضا رو 2 تا سوال دیگه تو این فضا جواب بدم. یه سوال اینه که بچه‌هایی که تو حوزه مثلا رشته ریاضی مدال میگیرن، طلا، نقره، برنز فرق نداره و سال 12 تغییر رشته میدن به تجربی، سهمیه 20% برای تجربی دارن و بالعکس. این خیلی ازمون میپرسن اینا. خب مثلا بچهای زیستی که میگن ما طلا شدیم یا نقره شدیم، اگه تغییر شدیم سال 12 میتونیم از سهمیه برای رشته ریاضی استفاده کنیم، اون 20% رو میتونن، حتی اگه تلاش هم اون 20% اعمال میشه. خب خیلی اینو میپرسن ازمون. یعنی سهمیه طلا رو نداره ولی معادل سهمیه نقره برنز فرقی نداره، تلاش نقره. این البته برای همه المپیاد، یعنی تو هر المپیادی که سهمیه دارن بچه‌ها مدال بگیرن، مهم نیست چه مدالی میگیرن. سال 12 به هر رشته تغییر رشته بدن، تو اون رشته میتونن توی کنکور سرسری این تغییر توشون رخ بده. یکیش اینه که معمولا زیاد از همون میپرسن. یکم شما اشاره کردین فرصت استفاده از سهمیه 1 سال بعد از دوران تحصیله. این مهم نیست، ممکن یکی سال 10 مدال شده باشه، بازم ایشون سال 12 اگر از سهمیه استفاده نکرده باشه میتونه 1 سال بمونه دوباره استفاده کنه. مهم نیست تو سال 10 مدال میشه یا 11. خیلی عالی. خب یه ذره فضا رو من عوض کنم. یه اتفاق خوبی پارسال افتاد و اونم اهدای مدال بچه‌ها بود که خیلی مفصل برگزار شد. بچه‌ها یه اردوی مشهدی رفتن و قشنگ ازشون تقدیر شد و در واقع احترام به جا اومد. زمان ما اینجوری نبود. سال ما که دیگه خیلی خاص بود. من حالا اینجا جا داره خاطرم برای بچه‌ها بگم، قبلا هم چند جا گفتم. سال ما مراسم اهدا مدال که نداشتیم هیچی. قبلا باز یه جشن ساده حداقل تو خود باشگاه این اونور میگرفتن، مثلا یه مدالا رو اهدا می‌کردن، حالا جایزه مفصلی، اردوی مفصلی اینا در کار نبود، ولی مراسم بود. برای ما اونم نبود. یعنی فقط موقع ورود به دانشگاه رفتیم لوح مدالمون رو بگیریم که دانشگاه اون سهمیه ما رو اعمال کنه. بعد مدال کلا به ما ندادن. من هولوش مثلا چند سال گذشته بود، 4-5 سال برای باشگاه دانشپژوهان مثلا با کمیته کامپیوتر همکاری داشتم و اینها. بعد یه بار رفته بودم که مثلا برگه‌ای که تصحیح کرده بودم و تحویل باشگاه بدم، اون موقع هم ساختمان جردن بود. بعد اون بنده خدایی که اونجا نشسته بود بهش گفتم آقا 5 سال گذشت مدالای ما رو ندادن مثلا چی شد؟ بعد فکر می‌کنید چی گفت؟ گفتش که برو اون کمد رو باز کن، اون گوشه اتاق. رفتم کمد باز کردم، گفت یه سطل اون پایینه توش پر مدال تو بردار پر. اینجوری به ما مدال دادن. حالا سوال من این اتفاق خوبی که پارسال افتاد، یه مراسم مفصلی، اردوی مفصل بچه‌ها داشتن، امسال هم هست یا نه؟ ما اردوی پارسالو با کمک معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان انجام دادیم و امسال هم اون دوستان مایلن که این اتفاق بیفته، باهاشون صحبت کردیم. حقیقتا خب نتایج مدالا که اعلام شده، ما داریم تلاش میکنیم که یه زمانی رو زودتر با هم هماهنگ کنیم که این اتفاق خوبی که سال قبل افتاده امسال هم برای بچه‌ها هم بیفته. پیش بینی ما اینه که اواخر آذر ما اون اردو رو بتونیم برگزار کنیم.
پس خدا رو شکر اینو داریم امسال. امیدواریم که این اتفاق بیفته. خیلی عالی. خب یه سوال خیلی خیلی مهمه دیگه، چون خیلی پرسیده شد میگم مهم، و اونم اینه که قرار بود زمان المپیاد عوض بشه، یعنی مرحله اول به جای بهمن ماه امسال بیاد آذر ماه، مرحله دو هم همینطور بیاد عقب، دوباره برگشت رفت بهمن ماه. من حالا چون الان افرادی که دارن این برنامه رو میبینن و دنبال جواب این سوال هستن خیلی دو دستن دیگه، بعضی موافق این تصمیم برگشت بودن، بعضی مخالف. من قشنگ تو سوالا دیدم بعضیا میگفتن آقا چرا برگردوندین، ما بدبخت شدیم، ما رو اون قبلی برنامه‌ریزی کرده بودیم، بعضیا میگفتن خیلی کار خوبی کردین مثلا، و هر کسی خب بنا به دلایل خودش. چی شد که اصلا اینجوری شد؟ به نظرم خوب اول سوال باز شدن دهم فیزیک شیمی رو جواب بدیم، بعد اونم گذاشته بودم بپرسم اینو جواب بدیم. خب حل. چون نامرتبط نیستن به هم، یکیش بک‌گراند یکی دیگه است. خب من توضیح بدم به بچه‌ها چون در جریان نیستن. المپیاد شیمی و فیزیک و ادبی قبلا پایه دهم نمیتونستن برن مدال بگیرن و فقط پایه 11 میتونستن. امسال اون باز شده، مثل المپیاد دیگه میتونن دهم هم مدال بگیرن. یه سوالم همین خیلی بچه‌ها داشتن تو همین سه تا المپیاد، میگفتن آقا یعنی دیگه دهم مدال بگیریم دوباره 11 هم میتونیم؟ بله مثل المپیاد دیگه است میتونیم. حالا سازوکار دقیقش داره در میاد که در اومده. خب ولی بله این خیلی چیز نیست. اولا خودتون نظرتون چیه؟ من که خیلی موافقم، من شخصا، ولی خب نظر من خیلی مهم نیست. من کلا نظر من باشه میگم دهم که چی، کف سنی رو برداریم. حقیقتا ما یه دو دستگی تو المپیادامون بوده و اون دو دستگی این بوده که 11 تا از 14 تا المپیادمون امکان شرکت دانش آموزای پایه دهم وجود داشته. 3 تا از المپیادا امکان شرکت بچهای پایه دهم وجود نداشته. مثلا یکی از سوالایی که دانش پژوهای عزیز میپرسیدن این بوده که خب اگه این بده برای همه ببندیم، اگر خوبه خب برای همه باز کنیم. خیلی صحبت شده در مورد، هم تو شورای باشگاه که متشکل از کمیته‌های علمی ماست، هم تو جلسات خصوصی با رؤسای کمیته‌ها، هم بسیار زیاد با بچه‌هایی که مدال آور اون رشته‌ها بودن، چه با اساتیدی که توی فضای آموزش کشور فعالند. حقیقتاً به نظر بنده، حالا ممکنه خیلی‌ها با این موافق نباشن، یکی از دستاوردهای ما اینه که پایه دهم تو این المپیادا باز شده. خب حقیقتاً به نظر من خیلی بدیهیه که یه چنین چیزی رو نتیجه ایران تو المپیاد جهانی اثر مستقیم داره. یه مورد دیگه اینه که یه چیزی که همیشه پیش میومده و مثلا بچه‌هایی که یه بار امکان شرکت تو آزمون مرحله دوم دارن خودتون دیدین، ممکنه به خاطر استرس، به خاطر چالشایی که وجود میاد خب آزمون خراب کنن. خب یا حتی تو دوره تابستون همینه، تجربه اولی که تو دوره تابستون بچه‌ها معمولاً کسب میکنن خیلی متفاوت با تجربه دوم که با تجربه ترن. و گسترشش تو المپیادها، باز شدن این پایه دهم به نظر من کاملا مثبت. ما با کمیته ها صحبت کردیم، دلایلی که وجود داشت برای اینکه پایه دهم نباشد یکیش این بوده که تو این سیستم آموزش و پرورش پایه دهم وقتی این دلایلی که مخالفت بود، یه چنین المپیادهای علمی کلا یه روند آنورمالی رو به فضای آموزش پرورش اضافه میکنن. این یه دیدگاهی بود که وجود داشت، دیدگاه مخالفین. و یه دیدگاه دیگه این بوده که خب بچهای پایه دهم میان، پایه 11 هم ممکنه خللی تو دوره تابستون بود. غالب مخالفت به خاطر این دوتا بوده که حقیقتا با توجه به این تغییراتی که الان توی امتحان نهایی اینها وجود داشت، فضای پرورش بچه‌ها و تعلیم و تربیت بچه‌ها به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفته. خب و اتفاقا یه چیزی مثل المپیاد باید پررنگ شود که بچه‌ها تفکر عمیق توشون نهادینه شه، یعنی یاد بگیرن عمیق فکر کنن. چون واقعا چیزی که الان وجود داره بچه‌ها باید با استرس امتحان نهایی 3 سال رو طی کنن و غالب فعالیت‌های فوق برنامه پرورشی ورزشی بچه‌ها به خاطر ترس از کم شدن نمره‌های نهاییشون تقریباً تعطیل شده. به همین دلیل خوبه که این راههایی که یه مقداری فرصت نفس کشیدن به بچه‌ها میده، فضای تعلیم و تربیت عمیق رو به بچه‌ها ایجاد میکنه و یه مقداری بچه‌ها رو عمیق‌تر بار میاره، بزرگتر شه و دایره شمولش بیشتر شه. و به علاوه این که خب این تجربه که بچه‌های دهمی دوباره سال 11 توی المپیادهای علمی شرکت کنن تجربه بوده که باشگاه داشته تو ریاضی، فیزیک، تو ریاضی، شیمی، ریاضی، کامپیوتر، زیست شناسی، نجوم و
میشه از این تجربه استفاده کرد که خللی تو فرایند شیمی و فیزیک و ادبی ایجاد نشه و درخواست خیلی زیادی ما داشتیم. یعنی خود بچه‌های که رفتن تو المپیاد جهانی درخشیدن، بچه‌ای که تو کشوری مدال گرفتن زیاد اومدن در مورد این مسئله صحبت کردن که چه اتفاقی بیفته. بررسی کردیم، به عقیده ما به صلاح کشور بود که چه اتفاقی بیفته. خب و ما کاری که به نظر ما به صلاح دانش آموزا و کشور بود انجام دادیم. حالا ممکنه یه تعدادی از دانش‌پژوهایی که پایه 11 تو این رشته‌ها یه مقداری تحت تاثیر قرار بگیرن و اینها، اونایی که امسال 11 ولی نگران نباشند به نظر من. خب چون خود تلاشی که کردن، توانایی که دارن، حتما میتونن اون نتیجه مطلوبشون رو کسب کنن. البته ما هم تلاش میکنیم یه راهکارهایی بیاندیشیم که به این بچه‌ها هم آسیب جدی وارد نشود. خب بریم سراغ اون سوال اصلیه. بریم که چرا ولی دوباره من بگم اینو، این چون به صلاح کشوره، به صلاح دانش آموزای ماست، به صلاح نسل‌های آینده است، نیاییم بگیم به خاطر یه گروهی چنین تغییری بدیم. هرچند تو حالت ایدال شاید خوب بود ما بگیم 3 سال دیگه چه اتفاقی بیفته، ولی میگم نکنید هر سالی که این رو تأخیر میفته آسیب بیشتری به بچه‌ها وارد میشه. خب یه چنین چیزی امکان پذیر شد. بریم سراغ سوال دومی که پرسیدین در مورد اینکه آزمون‌ها چرا به روال سابق برگشت. خب 30 سال باشگاه داره آزمون مرحله اولش توی بهمن ماه میگیره و روال هر سال باشگاه این بوده یه چنین اتفاقی بیفته. امسال ما با صحبتایی که کردیم با آدمای مختلف، آدمای مؤثر تو فضای آموزش، با توجه به امتحانات نهایی معقول بوده که ما این جابجایی رو صورت بدیم. یعنی هدف این که قرار بود بیاد عقب به خاطر امتحانات نهایی. البته ما پارسال یه تغییری دادیم، آزمونای المپیاد رو از اواسط اردیبهشت به اواخر فروردین تغییر دادیم. خب این خود این یه فضای تنفس 1 ماهه‌ای به بچه المپیاد میداده برای اون 10-11 تا امتحانات نهایی که وجود داره و البته فضای تنفس معقولی بوده. خب فضای تنفس نامعقولی نبوده، ولی به خاطر اینکه استرس بچه‌ها کم شه. خب یعنی بیشتر این اثر روحی روانی داره روی بچه‌های ما تا اثر اینکه واقعا زمان کم داشته باشن و توی ماه نتونن اون 10 تا آزمون رو جمع کنند. گفتیم پیشنهاد شده که بذاریم تو اون بازه و رفته جلو، ولی با توجه به اینکه ما یه چنین امکانی رو فراهم کردیم، خب لازمه که فرصت مطالعه بیشتری هم به این بچه‌ها بدیم و دوباره همه اینها اون طبق روال هر ساله قرار برگزار شن و حالا انشالله این بخشنامه‌ای که برای مرحله 1 میریم حتما توش یه چنین چیزی خواهد آمد. به علاوه این که زمزمه هایی که در مورد مسئله امتحانات نهایی شنیده میشه و تغییر روی کردی که دولت ها نسبت به مسئله امتحانات نهایی دارند با این رویکرد جدید سازگارتره تا با رویکرد قدیمی که امیدواریم زودتر خبرهای خوشی رو در مورد این مسئله. خب اینا چی هست تغییرها بچه‌ها نمیدونن. تا قطعی نشه نمیشه گفت. خب همون زمزمه هاشو، یعنی گزینه‌ها چی هست الان؟ مثلا چند روز پیش آقای خسروپناه مصاحبه دارن که ما 2 تا گزینه برای تغییر امتحانات نهایی داریم، نه عوض کردن این تاثیر قطعی معدل. یکیش اینه که معدل بچه پایه دهم کامل از بین ببریم یا دروس عمومی رو از امتحانات نهایی حذف کنیم و 1 درس سالانه از دروس عمومی رو در کنار دروس اختصاصی آزمون بگیریم که گفتن این 2 تا پیشنهاد به طور جدی داره توی شورا مطرح میشه و اگر این شکلی بره جلو خب با این روی کردی که باشگاه داره خب خیلی سازگارتره. ولی دلیل اصلی این نیست، این با چیزی که قطعی نشده ما نمیتونیم برنامه‌ها رو ببندیم، ولی اگر این چیزی که مطرح شده درست باشه با این سیستم بسیار همخونی بیشتری داره با همون سیستمی که به صورت روتین توی باشگاه و المپیاد انجام می‌شده. خیلی عالی. منابع مرحله اول که اعلام میشه؟ منابع مرحله اول ما معمولاً اوایل آذر ماه بخشنامه مرحله اول رو ارسال می‌کنیم به مدارس کل کشور. البته بهترین منبع برای مرحله فکر کنم سوالای سال گذشتهش که بچه‌ها هستن برن ببینن و اینها. خیلی عالی. این یه در واقع چیزی شما گفته بودید که تلاشتون رو میکنید، سالهای قبل مثلا به بچه‌ها گفته بودید وقتی رئیس باشگاه شده بودید
که امتحانات نهایی برای بچهای المپیادی دست کم برای اونایی که مدال میگیرن مثلا تاثیر مستقیمش از بین بره. بله. آیا این اقدامی براش شده یا نه؟ قطعا شده اقدام. خیلی مسئله مهمیه. ناکنید دو سه تا مسئله هست که خیلی المپیاد تحت تاثیر قرار میده. یکی مسئله المپیاد نوظهوره، یکی امتحان نهایی. من حقیقتا همیشه میگفتم ای کاش اون موقع که امتحان نهایی داشت مصوب میشد، مسئولینی که وجود داشتن توی باشگاه دانشپژوهان جوان یا تو وزارت آموزش پرورش این بچه المپیادی رو پرزنت میکردن، یعنی میگفتن چون قانون وقتی داره مصوب میشه خیلی منعطف‌تر نسبت به وقتی که مصوب شده. مصوب شدن شاید به آدمایی که خودمون قانون مصوب کردن باید بگیم که شما اینو تغییر بدین، یعنی قبول کنن که اشتباهی یا یه چیزی دیده نشده و حتما یه گاردی وجود داره. حقیقتا خیلی در مورد این مسئله ما پیگیری کردیم، میگم هم این هم مسئله المپیادهای نوظهور. ما یه طرحی نوشتیم، طرح ساماندهی المپیادهای علمی، که توش تلاش کردیم برای این دوتا مسئله راهکار جدی بدیم، به ویژه مسئله امتحان نهایی که بیشترین آسیب رو به بچه المپیادی میزنه. حالا من مستقل از این که مسئله امتحان نهایی برای سیستم آموزشی کشور مفید است یا نه که این یه برنامه جداست، باید بشیم صحبت کنیم با یه دید دیگه، ولی این مسئله اینقدر مهمه که امسال یک از بچه‌ها المپیادی جلوی حضرت آقا تو دیدار نخبگان در مورد این مسئله صحبت کرد. اینقدر برای ما مهم بود دیدار مدال آوران المپیاد جهانی با آقای رئیس جمهور، یک نفر فقط در مورد این صحبت کرد. توی دیدار بچه‌ها با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نفر فقط در مورد این مسئله صحبت کرد. یه سوال همینجا بپرسم، تو پرانتز رئیس جمهور جدید نمیاد برای بچه‌ها؟ آقای وزیر شهید رئیسی که اومدن، ولی آقای وزیر یه نامه‌ای زدن به آقای دکتر پزشکیان که ان شاءالله زودتر تشریف بیارن یا ما بریم خدمتشون که بتونیم دغدغه بچه المپیادی رو چون بچه‌ها خیلی دوست دارن دیدار کنن رئیس جمهور و یه چنین دیدارایی مفیده واقعا که اون دغدغه بچه‌ها و ادبیات بچه‌ها به مسئولین منتقل شه. ان شاءالله یه چنین اتفاقی میفته. خوشبینیم. این طرح ساماندهی المپیادهای علمی یک بار تا یه جای خیلی خوبی رفت. حقیقتاً به خاطر دلسوزی‌های یه سری آدما خیلی چیز نیست، یعنی اینجا جاش نیست که من باز کنم. به بعضی از بچه‌ها المپیادی گفتم از بین رفت، یعنی شهید شد طرحه، چون بالاخره بچه‌های المپیادی خب یه موافقایی دارن، مخالفایی هم دارن، ولی دوباره این طرح رو ما ران کردیم، تو شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی میشه، تو میز نخبگانش به یه جای خوبی رسیده. داریم تلاش میکنیم که زودتر این بچهای المپیادی این مسئلهشون حل شه. حالا خود آقای وزیر جدید هم خدا رو شکر نسبت به مسئله بچه المپیادی هم آگاهن، هم پیگیر این مسئله هستن، ولی امیدواریم که زودتر به نتیجه برسه یه چنین چیزی. نمیدونم که دوباره میگم این چون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اینو مصوب کنه، نمیتونم بگم حتما مثلا 3 ماه دیگه یه چنین چیزی مصوب میشه، چون این خارج از اختیارات باشگاه است. یه نهاد بالاسری باشگاه داره یه چنین چیزی رو مصوب میکنه که سران 3 قوه توش هستن. خب ولی همه زورمون رو داریم میذاریم که صدای المپیادی‌ها شنیده شه و بدونن این بچه المپیادی کیان، که خدا رو شکر الان یه مقداری فضای کشور نسبت به فضای المپیاد یه مقداری روشن‌تر شده. خیلی عالی. بحث مرحله اول و تاریخ برگزاری و اینا شد و حالا منابعش و این حرفا. میگن چرا تو بعضی رشته‌ها منابعی که اعلام میشه با سطح سوال همخوانی نداره؟ مثلا المپیاد ریاضی به خصوص، کامپیوتر به خصوص. اونجا قرص دادین؟ بله مرسی دیگه. آقای حسینی هم قرص رو بدین ممنون میشم. آقای حسینی من تشکر میکنم ازشون، با سردرد اومدن جلسه رو، یعنی به سختی داره برگزار میشه. حالا این تا شما در واقع میفرمایید این نکته رو بگم، این فایل ضبط شده یه گفتگو بعداً توی یوتیوب اولیگو قرار میگیره و چون اکثر افراد ضبط شده رو میبینن، ممنون میشم که حتما اگه نظری داشتید کامنت بذارید یا حتی بعداً هم سوالی داشتید بپرسید، ما حتما منتقل میکنیم به باشگاه دانشپژوهان. کما اینکه الان هم سوالاتی که فرستاده شده که تعدادشو وقت نمیکنیم بپرسیم، من عین سوالا رو فایل اکسلشو برای آقای حسینی میفرستم که حتما رسیدگی انجام بشه برای بعضی از موارد. مثلا سوال پرسیده بودن آقا یه منبعی توی المپیاد ادبی اعلام شده بوده، مثلا خیلی
اخلاقی نبوده منبع یا چیزای از این دست، مثلا اینا خب حتما رسیدگی میشه، ولی خب جاش نیست حالا تو این برنامه بپرسیم چون تعداد سوالا خیلی زیاده. ناکن ما یه عبارت رو بالای منابع آزمون بچه‌ها حتما میاریم و اون اینه: این منابع پیشنهادی هستند که توسط کمیته‌های علمی مطرح میشن و سوالا منحصر به این منابع نیستن. هر مقداری بچه‌ها تو اون فضای اون علم بیشتر جستجو کنن، طبیعتاً توی اون حوزه به طور خاص موفق ترن. حقیقتا منابعی که اعلام میشه غالبا از منابع درسی یا در دسترس بچه‌هاست که ما اجازه داشته باشیم از طریق بخشنامه‌هایی که تو کشور اعلام می‌کنیم اعلام شوند. متأسفانه بله متأسفانه یه سری از کتابایی که وجود داره خب کتاب مؤسسات خصوصیه، خب حول افراد یا انتشارات مختلف ممکنه بازارهایی درست کنه که از لحاظ فضای دولتی ممکنه دوچار چالش هایی بشویم حقیقتا، یا یه اعتباری به یک مؤسسه‌ای بده که بعداً یه سوء استفاده‌ای رخ بده برای بچه المپیادی. درسته خب ولی من یه چیز بگم این وسط، مثلا اون بنده خدا بچه‌ای که الان توی شهریه که اصلا خیلی المپیاد توش جریان نداره، بعد میاد مثلا میگه خب من برم المپیاد ریاضی قبول شم، میاد منابع رو میخونه، کتابای درسی. خودمونم میدونیم که با کتابای درسی خوندن دانش آموز درسته سواد بیشتری نیاز نداره، با همون سواد کتاب درسی هم میتونه سوالا رو حل کنه، ولی واقعا نیازمند تمرینات قوی‌تر و اینها هست دانش آموز. عملا ما داریم به ضرر اون کسی کار میکنیم که نمیدونه چه خبره و داریم منابعی میگیم که کافی نیست واقعا. من خودم خیلی به این نقد دارم. حرفتون درسته، ولی ما داریم در مورد منابع مرحله اول صحبت می‌کنیم، مرحله دوم. خب حالا مرحله اول مثلا واقعا کسی که اون منابع رو بخونه و سوالای قبل رو حل کنه نمیتونه پذیرفته شده آزمون مرحله اول شه. خود کتاب درس هم بخونه میتونه، ولی این تونستن در عمل خب کسی که مثلا بره سراغ منابع پیشرفته تر خیلی شانس بیشتری داره. حرفتون اشتباه نیست. خب یعنی من خودم حرفتون رو قبول دارم دیگه، چون من تو این فضا زیست کردم. خب به بچه‌هایی که مثلا 4-5 سال پیش دانش پژوه هم بودن و تدریس می‌کردن طبیعتاً یه منابعی رو معرفی می‌کردن. ناگهان یه چنین نگرانی وجود داره. باشگاه باید تلاش کنه یه سری منابع درستی رو برای یه چنین چیزایی رو فراهم کند خودش. خب قدیم باشگاه یه انتشارات دانش پژوهانی داشت که البته این انتشارات دانش پژوهان جوانی که ادعا میشه برای باشگاه نیست، واقعا یه مؤسسه خصوصیه و اونجا یه منابع خوبی رو برای بچه‌ها تولید می‌کرد. باید باشگاه تلاش کنه که این نقدتون وارده، باید تلاش کنه که یا منابعی رو درست کنه یا حقیقتا چیزی که به درد بچه شهرستانی می‌خوره. درست می‌فهمم. این نقد وارد ما ان شاءالله با کمک فارغ التحصیلای عزیزمون یه فضایی رو فراهم کنیم که بشه منابع درست رو در اختیار همین بچه‌های کشور قرار داد. من به دوستان بگم که این سوالا رو من فعلا دارم سوالی که قبل فرستاده شده رو میپرسم. دوستانی که کامنت دارن هم حتما توی آپارات کامنت بذارن و سوالاتشون رو بپرسن. ما یه زمانی رو حتما اختصاص میدیم که به اون سوالات هم پاسخ داده بشه. خب یه سوال دیگه اینه که نتایج المپیاد چرا دیر اعلام میشه؟ مثلا مرحله اول معمولا 1-2 ماه طول میکشه، بعد همین الان بچه‌ها گفتن، حالا اینو من دقیق خودم در جریان نیستم، مثلا مدالای اقتصاد هنوز معلوم نشده، مرحله دوم مثلا امتحانش اول اردیبهشت یا اواخر فروردین برگزار میشه ولی بعد خرداد تازه نتایجش میاد. اینا چرا اینجوریه؟ چرا زودتر نمیاد؟ خدایی نسبت به قبل خیلی زودتر داریم میگیم دیگه. از قبل که خیلی بهتر، خداییش من الان نقد و منصفانه کنم از قبل خیلی بهتر شده، ولی بازم سوال دیگه. مثلا برای خود من سوال بوده، حالا الان همین المپیاد اقتصادی که گفتین، من رئیس باشگاه شدم نتیجه دوره تابستونش اردیبهشت سال بعد اومد. گزینه درست نیست. آره قبلا که حتی ما فکر سال 99 بود که نتایج دوره تابستان اسمش تابستان بهمن ماه اومد تو اکثر رشته‌ها. خب اون که قبلا که واقعا خیلی ما خیلی تلاش کردیم حقیقتا آقای اسدی یه نظمی رو به چیز بدیم، به فضای آموزشی المپیادا بدیم، بعد و ما تلاش می‌کنیم همه چی طبق برنامه بره جلو. یعنی اولین کاری که کردیم این بوده.
من وقت یادم نمیره اون ماه اول دومی بود که من رئیس باشگاه شدم، گفتیم خب میدونستم از قبل میدم بچه‌ها چقدر استرس نتایج آزمونا رو میکشن، یه برنامه زمانبندی داریم که بچه‌ها تو این زمان آزمون مرحله دو برگزار میشه، تو این زمان نتایج مرحله دوم اعلام میشه، تو این زمان امکان اعتراض شماست، تو این زمان شروع دوره تابستون است، تو این زمان پایان دوره تابستون است، تو این زمان آزمون‌های دوره تابستون برگزار میشه، تو این زمان هم نتایج اولیه المپیادا میاد. و واقعا به همه این زمانا ما پایبند بودیم، به همه این زمانا. و الانم امسال قولی که ما داده بودیم این بوده که تا 30 شهریور نتیجه اولیه المپیادای علمی بیاید و واقعا دادیم. ما نتیجه اولیه المپیادای علمی رو همه رو تا 30 شهریور دادیم. و خب بچه‌ها خب یک تکمیل کنم، خب بچه‌ها یه شهود خوبی نسبت مدالشون میگیرن، جز بچه‌ای که خب یه مقداری لبه مرزن و اینها. نگاه کنید، من نمیدونم چون بچه‌ها که سوالی دارن یه شخص سومی بیاد سوالا رو بپرسه. این برای سوالات لایو دیگه دوستانی که کامنت میذارن. و امسال واقعا به این پایبند بودیم. ولی مسئله چیه؟ بچه‌ها چیزی که میگن دو تا بخش، یکی اینکه در مورد نتایج نهایی دوره تابستان است که مدالا توش اعلام میشه. نکنید خودتون میدونید اهمیت مدالا چقدر بالاست. کوچکترین اشتباه میتونه سرنوشت یک نفر رو عوض کنه و آدمایی که لبه مرزن باید چندین بار چک شن. خودتون میدونید. نکنید مثلا خوبه که ما فرآیند تصحیح المپیادا رو بگیم. نکنید بچه‌ها بدونید که برگه‌های دوره تابستانه شما همشون وقتی آزمون میدین سربرگشون بریده میشه، کد میشن و مرحله دو دیگه. آره و مرحله دو آزمون تشریحی کلا 2 تا مصحح مختلف برگه‌ای که دادین رو تصحیح میکنن. خب و وقتی این 2 تا مصحح تصحیح میکنن نمره رو میذارن کنار هم، مغایرت ها رو میبینن، دوباره تصحیح میکنن که مغایرت ها مشخص شود که چه اتفاقی براشون میفته. بعد یه سامانه ثبت اعتراضی داریم که بچه‌ها اعتراض ثبت میکنن، دوباره اعتراضی که ثبت شده بدون نام به صورت کد شده به یه مصحح دیگه داده میشه. اون مصحح نمره سوم میده و اون نمره سوم میدن میشه نمره‌ای که خب بچه‌ها بعد از اعتراض کسب میکنن. باز ما یه بازه چک مجددی داریم که خب اولیایی که به صورت بسته به رشته داره این، خب ولی اولیایی که به صورت حضوری اعتراضایی رو دارن یا فکر میکنن حقشون خورده شده، یا مثل بعضی از رشته‌ها مثل المپیاد فیزیک مثلا از قبل اول دوره تابستونه گفته شده که آقا من بعد از اعتراضات هم اگر کسی اعتراض رو بده این بار کمیته علمی بررسی میکنه. خب دیگه شخص بررسی خود کمیته میشینه اون اعتراض رو بررسی میکنه و دوباره با توجه به اعتراض اگر جدی باشه، اصلا اعتراض جدی باشه حضوری بیان هنوز قانع نشده باشن یه اعتراض چهارمی میدن، دوباره اون بررسی میشه. همه اینا خودشون یا هیئت علمی یا مدال‌آور و لازمه که این فراینده طی شه، چون خودتون یه نمره از یه نفر جابجا شه ممکنه یه مدالی جابجا شه. این قابل درکه و این حق بچه‌ها نباید خورده شه. بخاطر این از اعلام نتیجه اولیه تا اعلام نتیجه نهایی حتما لازمه 2-3 هفته زمان برده شه. به علاوه اینکه ما وقتی لیست مدال اعلام می‌کنیم باید کلی آدم مختلف تایید کنن. خب که این لیست مدال طلا، نقره، برنز ما هم هست. خود گرفتن این تاییدیه از آدمای مختلف هم زمان بره، ولی ما امسال قالب چیزا رو تو هفته دوم مهر ما گفتیم. نهایتا هفته سوم که الان همه اینها داده شده است. بله اینو من الان قانع شدم خودم. ولی مرحله اول چی؟ تو مرحله دوم باید خیلی ریز بگم. نگاه کنید باز چون این اتفاق برای همه برگه ها میفته، ما وقتی بهمن ماه اردیبهشت ماه اواخر فروردین اردیبهشت ماه آزمون میگیریم، همه برگه از همه کشور باید جمع شن بیان تهران. خب نگاه کنید شما وقتی از همه کشور میگین یه استانی بالاخره هست که یه مقدار تأخیرش بیشتر از بقیه باشه با یه دلیلی. تو مرحله اول هم همینه. خب بله دقیقاً. مثلا شما وقتی به 2 نفر میگین ساعت 9 یه جا باشی، احتمالاً دیلی که داریم مثلا 5 دقیقه است. ولی شما به 10 نفر میگین احتمالاً دیلی میشه نیم ساعت. وقتی شما به 30 نفر میگین این خیلی دیر میشه. و برای مرحله 1 و 2 چون برگاه از کل کشور باید بیاد یک جا کد شه، به ویژه مرحله دوم. مرحله هم سربرگ بریده میشه، کد میشه. اونا خود اون یه فرآیندی زمان میگیره. بعد اسکن همه برگاه، جدا کردن سوال به سوال، کد کردن تک تک برگاه و تو 14 تا رشته مختلف خب واقعا کار سختیه و زمانبریه. حالا یه چنین اتفاقی بیفته بعد ما بدیم به مصحح هامون هر سوال دور 2 تا مصحح تصحیح کنن.
مغایرت‌ها رو با هم پیدا کنن، بگیرن، در مورد مغایرت‌ها دوباره صحبت کنن، همه اینا بدون نامه. بیا تو دیتابیس با نام شو اینها معمولاً یک زمان تقریباً 2 ماهه‌ای نیاز داره. ما داریم تلاش می‌کنیم اینو سریع کنیم حقیقتاً و واقعاً این 2 سال نسبت به سال‌های گذشته سریع‌تر بوده. یعنی ما نتیجه از اون مرحله اون سال 99400 فکر می‌کنم توی اواخر شهریور یا اوایل مهر مرحله 2 مون اومده، یا مرحله 1 مون هم ما امسال و پارسال جفتشون زودتر از 20 اسفند گفتیم که باز این نبوده این شکلی. ولی خب خیلی هم میگن خب قلمچی یه روزه تصمیم می‌کنیم. چرا ما یه روزه تصمیم می‌کنیم؟ ما چند تا چالش داریم دیگه. اولا اینکه 14 تا رشته مختلفه، ثانیاً برگا باید به صورت فیزیکی بیان، ثالثاً اینکه توی آزمون قلمچی 500 تا برگم نتیجهش درست نباشد اتفاق خاصی نمیفته، ولی اینجا اتفاق خاصی میافتد. اینجا برگه هایی که مثلا دوچار مشکلن باید دستی تصحیح‌شن، خب از سیستم خارج میشن، بعد باید توسط مرکز تصحیح‌شن. حتما تو قلمچی فکر کنم هر حوزه خودش تصحیح میکنه و میفرسته. دقیقاً. بعد مثلا 1000 تا برگه مشکل دار میشه، اونا رو باید دستی تصحیح کنن، بعد اینا رو یک پارچه کنن، بعد چک کنن اشتباه نداشته باشه. بعد همه اینا چیزاییه که زمان میگیره، ولی امسال خیلی داریم تلاش میکنیم ببینیم میتونیم که یه سرعت جدی تری به این بدیم یا نه. داریم از ظرفیت بچه فارغ التحصیلمون تو این زمینه استفاده میکنیم. امیدواریم تجربه خوبی باشد، بچه فارغ التحصیل اثبات کنن که موفق ترن. یه سوالی اومده، البته من خودم قبول ندارم این سوالو چون با قبل مقایسه میکنم، ولی پرسیدن چرا اطلاع رسانی باشگاه ضعیفه، چرا سایت همیشه مشکل داره. من البته از قبل خداییش بگم خیلی بهتر شد، یعنی من الان راه مستقیم هست، قبلا نه. نکنید یه مقدار خوبه که ما قبلش هم ببینیم. نکنید بچه ما در حال بهبودیم. خب ما یهو نمیتونیم مثلا از نمره شاید مثلا نمره x یا برسیم مثلا 100x. خب بعد گام به گام بهتر شیم و بهتر روز به روز تلاش کنیم اتفاقایی که تو این فضاها میفته بهتر شه. یکیش اطلاع رسانیه. طبیعتاً اطلاع رسانی ما خیلی باگ داره، میتونه بهتر شه و باید هم بهتر شه. ولی من یادمه که یکی از بچهای ایرانی که عضو تیم المپیاد جهانی کانادا شد سال 99 بود فکر میکنم، رفت کانادا، یهو پیام اومد 3 روزی آزمون دور تابستون است. بعد نتونست برگرده، همونجا المپیاد عضو تیم شد. ما خیلی داریم تلاش میکنیم که اطلاع رسانی‌ها زودتر انجام شه. از چند کانال مختلف داریم تلاش میکنیم اتفاق بیفته. مثلا تلاش میکنیم همه این چیزها روی سایت باشگاه بیاد، بعد یه کانال مستقیم بین خودم و بچه‌ها وجود داره، بعد بچه فارغ التحصیل ما درگیر شدن که تلاش میکنن از طریق حالا کانالایی که دارن، یکی خود اولیگوه، یکی صدا دوربین باشگاه است، که خبرای سوالی که بچه‌ها دارن بیان بپرسن، منتقل کنن و ارتباط مستقیم با خودم وجود داره. این بهینه نیست، اینو من خیلی قبول دارم، ولی داره بهتر میشه. کنین صبور باشین، کمک کنین. و البته یه محدودیتایی هم داریم دیگه. خب یعنی ما شاید خیلی نتونیم مثل یه مؤسسه خصوصی یه سایت مستقل بزنیم و توش هر چیزی که می‌خوایم بذاریم، چون باشگاه نهاد دولتیه و یه محدودیتایی داره، یه مجوزهایی میخواد که معمولا بچه‌هایی که بیرونن خیلی نسبت به این محدودیت آگاه نیستن. ولی امیدواریم تا آینده نزدیک این بهتر هم شود. خیلی عالی. 2 تا سوال، اینم ممنون میشم کوتاه پاسخ بدین، در مورد کف و سقف سنی المپیاده. یکی اینکه چرا 12 نمیتونن شرکت کنن؟ نکنید یکیش این که خب کلا هیچ وقت نمیتونن شرکت کنن دیگه. این سوال تو مثل اون نهم‌ها چرا نمیتونن شرکت کنن؟ نه همون. خب چرا؟ فلسفه‌اش چرا؟ ولی فلسفه که به ذهن من برای بچه‌های 10 12 میرسه، ببینید که قبل این قضیه بچه‌های سال 12 خب درگیر آزمون کنکورند. خب و ما یه دوره‌ای رو داریم، دوره تابستانه، که آزمون کنکور مستقیما تحت تاثیر قرارش میده. مثلا خیلی بعضا شما دیدین آزمون کنکور رو ممکنه اواخر تیر یا اواسط مرداد هم بگیرن که ما تو اون بازه بچهای ما تو دوره تابستونه ما گذر میکنن. به ویژه این که به نظر من
به صلاح بچه‌ها اینه که سال 12 واقعا متمرکز کنکور شن روی این بکنن. قضیه. بعد المپیاد نانو که قبلا 12 میتونستن شرکت کنن، یه شایعی بچه‌ها شنیدن که دیگه اگه قرار نمیتونن. باشه 12 شرکت نکنن حتما یه مدت زیادی قبل ما میگیم. یعنی میتونن هنوز شرکت میتونن کنن. از 12 شه. بعد از اون ور چرا کف سنی دهمه، یعنی نهما نمیتونن شرکت کنن؟ من خودم تو این زمینه مقداری فضای ذهنی با چیزی که از متفاوته. یعنی شما هم دوست دارید که من نهم بتونن؟ خودم مایلم که بچهای نهم هم شرکت کنن، چون ما جزو معدود کشورهایی هستیم که کف سنی محدودیت 2 ساله داریم. مثلا کشورهایی که لحاظ آموزشی پیشرانن تو دنیا مثل فنلاند، نروژ، دانمارک و اینا، فکر کنم حداقل 4 سال بچه‌هاشون میتونن شرکت کنن. یه جایی مثل کانادا، آمریکا بیش از این ممکنه شرکت کنن. مثلا یه الکس هانگس المپیاد جهانی ریاضی 6 دوره مدال شده تو المپیاد جهانی. ولی خب این شرکت نکرده، چون هم آدمایی که مخالفن یه دلایلی دارن دیگه. یکیش اینه که این جو المپیاد رو خیلی موافق نیستن تو دوره اول متوسطه بیفته. یعنی مقاومت‌هایی از ارگان‌های بیرون باشگاه. بله. دو تا سوالم باز ممنون میشم اینم کوتاه پاسخ بدید. یکی این که سهمیه شهرهای مختلف مثل کنکور تو المپیاد هم متفاوته یا نه؟ تعداد مدال دارن یا نه؟ چون اولین بار شنیدم نه. خب ندارن. یه چیزی تو مرحله اول ولی دارن، درسته؟ مرحله اول صرفا برای اینکه تو آزمون مرحله دوم تجربه‌ای برای بچه‌ها باشد، 3-4 نفر اول هر استان اگر نمرشون فاصله کمی از کف قبولی داشته باشه پذیرفته مرحله اول میشه. بسیار. بعد مدارس مختلف، سمپاد، غیر سمپاد، غیر انتفاعی، دولتی، اینا فرقی که نمی‌کنن تو قبولی المپیاد. واقعا باشگاه داره تیم‌های ملی المپیاد ایران رو آماده میکنه، به خاطر همین نگاه مدرسه‌ای خیلی خطرناکی داشته باشه. مثلا یکی از دلایلی که مخالف ادغام باشگاه سمپاد بودیم تو دهه 90 مستقل از همه آسیبایی که باشگاه دید این بوده که باشگاه سمپاد هر کدومشون یه معاونت از یه مرکز به اسم مرکز دانشپژوهان جوان و استعدادهای درخشان، و جایی که تیم‌های ملی المپیاد کشور رو داشت اعزام می‌کرد زشت بود براش که یه مدرسه داری کنه. شما فرض کنید سازمان سنجش خودش بیاد مدرسه بزنه، بعد به دانش آموزاشون تدریس کنه، رتبه برتر کنکور شدن بنر بزنه که آفرین بچه‌م که مدال چه رتبه فلان کنکور کسب. خیلی موثقه دیگه. جایی که داره کار ملی میکنه این خیلی باید بیشتر حفاظت شه. ببینید که باشگاه داره تیم‌های ملی رو اعزام کنه المپیاد جهانی، مثل اون ما تیم ملی ایران رو مثلا باشگاه پرسپولیس ببنده، مثلا شأن تیم ملی بالاتره و اولای نسبت به تیم‌های باشگاهی که تو کشور وجود داره. پرسپولیس من الان غیرتی میشم. خب حالا شوخی کردم. خدمت عرض کنم که البته این موضوع فکر کنم به باشگاه مرتبط نیست، یعنی پاسخش مشخصه، ولی پرسیدن که چرا مدیران سمپادای شهرشون، با حالا اسم شهرشون رو نمیگم ولی خیلی از شهرها اینجوریان، چرا مدیر سمپادشون مثلا با المپیاد مخالفه، نمیذاره بخونیم؟ واقعا حقیقتا اینی که داریم میگین تو یه حوزه معاونت دیگه وزارت آموزش پرورش به اسم سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، پس از اونجا باید الان باشگاه سمپاد دو تا چیز کاملا مستقلن و ما نمیتونیم، چون اگر به این مسئله ورود کنیم اولا تو حوزه یه شخص دیگه ورود کردیم، ثانیاً باید به مدارس غیر دولتی نمونه دولتی هم ورود کنیم که میگم خارج از حوزه ماست. چجوری میتونیم به باشگاه و کمیته ها کمک کنیم؟ حالا هم تو اجرا هم تو کار علمی. میتونن مستقیما به خودم پیام بدن، بچه فارغ التحصیلی که تو باشگاه همکاری دارن پیام بدن. البته ما معمولا اوایل دوره تابستون هر سال یه فرمی میذاریم، اونایی که مایلن همکاری کنن درخواست رو میگیم. واقعا بچه‌ها لطفاً تعدادشون زیاده، ما ظرفیتی که میتونیم استفاده کنیم محدوده و ان کارهای بیشتری توی باشگاه تعریف شن که ظرفیت همه این بچه‌ها استفاده شه. ولی از طریق اون فرما میتونن اقدام کنن و خوشحال میشن. یه تصوری وجود داره بین بعضی از المپیادی‌ها که آقا تو خیلی از رشته‌ها داره تقلب میشه و باشگاه هم رسیدگی نمیکنه. این درسته؟ خیر کجا؟ چه رشته‌ای؟ مثلا تو کامپیوتر گفتن، تو ادبی گفتن، تو شیمی گفتن، این سه تا بیشتر بوده. ناکنید من خودم یه دورانی مسئول قالب مدارس کشور بودم و خیلی از شهرستان رو تدریس کردم. واقعا باشگاه از بیرون و از داخل خیلی فرق دارن. مثلا چه می‌دونم کمیته شیمی ما
کمیته ادبی ما، کمیته ما آدمایی هستن که خودشون تو فضای نخبگانی زیست کردن، خودشون غالبا اعضای هیئت علمی دانشگاه برتر کشور، مثلا شیمی دانشگاه تهران، کامپیوتر دانشگاه شریفن و خیلی از این چیزا سوء تفاهمایی که برای فضای بیرونی وجود داره. خب یعنی مثلا یک جایی یه اتفاقی میفته، میگن آقا چون من خودم برای خودم سال 98 بود فکر میکنم یه چنین اتفاقی افتاده بود واقعا، من یعنی علیه خودم تو اون بازه من یه بار یه سوالی طرح کردم توی المپیاد، من توی کارگروهی بودیم نشستیم فکر کردیم یه سوالی مطرح شد، مودیفای شد سوال رو پیشنهاد دادیم به آزمون المپیاد کامپیوتر تون بره. حالا یکم علمی ترین سوال المپیاد جهانی ریاضی بود سال 2011 اگه اشتباه نکنم، سال 5 المپیاد جهانی ریاضی بود که میگه یه تعداد نقطه داریم، یه خطی هست میچرخه، مثلا اگه شما قطبی اون رو میزدید میشد یه تعدادی خط داریم، یه نقطه‌ای داره روش حرکت میکنه و اون به یه سوال تبدیل شد، خود اونو تغییر شد یه سوال دیگه دادیم دوره المپیاد کامپیوتر، چون بچه المپیاد کامپیوتر تو این فضاها زیست نکردن و این تبدیلات هندسی رو نمیشناسن. یادیم آقا از قضا این سواله خیلی شبیهش توی سوال شوروی بوده و یکی از مدارس یه چنین سوالی مطرح شده، یا یه شبهه وجود داره خب دیگه مثلا یه کاری کردن که دانش‌پژوهای فلان مدرسه مدار، واقعا یه چنین چیزی نبوده. خب ببینید آدمایی که به یه سطحی از تجربه میرسن خیلی معنایی نداره این چیزا براشون که مثلا فلان مدرسه تلاش کرد یا نه، خیلی با معنی نیست، چون میگم اون دیدشون کمیته ملیه، هدفشون اینه که یه اتفاق خوبی بیفته برای کشور که دانش آموزای خوب شناسایی شن، تیم‌های ملی قوی رو شناسایی کنن بفرستن المپیادهای جهانی و اصلا یه چنین دیدگاهی ندارن. ممکنه جاهای سوء برداشت این شکلی شه، غالبا که نه، همش سوء برداشته، چون من خیلی از گزارش‌هایی که توی این مسئله میاد شخصا میخونم. پس رسیدگی میشه. این مثلا همین امسال چه تو حوزه المپیاد کامپیوتر در مورد یک مسئله چالشی به وجود اومده بود، در مورد المپیاد شیمی نگرانی وجود داشت، من خودم شخصا هم با رئیس کمیته صحبت کردم هم با آدمایی که دخیل بودن تو اون حوزه و واقعا سوء برداشت بوده. خب و واقعا آدما ممکنه یه سری از این قضیه آسیب ببینن، مثلا سوال اگر تکراری باشه خب طبیعتاً یه آسیبایی ممکنه ببینن، ولی حقیقتا تو سوال المپیاد جهانی هم ممکنه سوال تکراری بیاد. خب یعنی خودتون سوالای آزمون مختلف رو دیدین، یعنی من خودم یه بار آزمون فکر کنم کلموگراف بود، روسیه رو باز کرده بودم داشتم می‌دیدم، دیدم این سوال خیلی آشناه و یکم دقت کردم سوال منه. خب من تو المپیاد ترکیبیات داده بودم، اونا برداشتن گذاشتن تو آزمونشون. خب سوال این شکلی پیش میاد تو سوال المپیاد جهانی ریاضی هم چندین بار دیدم که سوال یه مقاله‌ای بوده برداشتن آوردن اونجا. حقیقتا هر چقدر ما از این فضا فاصله بگیریم بهتر است، ولی خودتون می‌بینید هیچ آدمی وجود نداره همه سوالای دنیا رو دیده باشه. یعنی ممکنه اتفاقی تکراری شه، اتفاقی چنین چیزی پیش میاد و نمیشه سوالا حذف کرد. خیلی عالی. بعد امسال المپیاد فیزیک تو ایران بود. یه چیزی که المپیاد ریاضی رو گفتن خیلی دوست دارن یه بارم المپیاد ریاضی تو ایران باشه، میشه یا نداریم امکاناتش؟ تو من ریاضی اصلا امکانات نمیخواد. به قول یکی از دانش‌پژوهای ما که رفت بود پیش آقای رئیس جمهور گفت المپیاد ریاضی یه کاغذ میخواد و یه مدال و یکم غذا. المپیاد ریاضی امکانات جدی نمیخواد، ولی خب یه مقداری مسائل سیاسی تو این فضا مؤثر تو المپیاد ریاضی. یعنی میزبانی نمیدن بهمون؟ یه سری شرایطی میذارن که احتمالاً هیچ وقت رخ نمیده. یعنی فرق داره بین ریاضی و بله مثلا کمیته‌های علمی المپیاد، کمیته‌های اجرایی المپیاد مختلف متفاوتن. خیلی هم. خب این اصلی ترین سوالایی بود که بچه‌ها تو اون فرمی که ما گذاشته بودیم پرسیده بودن. ما می‌خوایم بریم سراغ یه سری سوالا که بچه‌ها الان به صورت لایو پرسیدن و ما نرسیدیم که بپرسیم. دوستان ما اون پشت رصد می‌کردن سوالات شما رو و تعدادش رو انتخاب کردن و الان می‌خوایم که این سوالات رو داشته باشیم.
میخواین جلوی دوربین میان بچه‌ها آره، شما رو عجیب. ببینن بعد بشینید؟ آره اصلا میخواین جابجا نه کنیم؟ شما بشینین چون بعد ادامه میشینم. بدین. ایوه. شما یه بار بیاین جلوی دوربین بچه‌ها شما رو ببینن. خب تا بچه‌های پشت صحنه آماده شن. آقا تا بچه پشت صحنه آماده میشن من یه چیز بگم، جان. یه قول از شما بگیریم چه اینا قول؟ ادامه دار باشه این پرسش و پاسخ‌ها. من خیلی دوست دارم یه چه اتفاقی بیفته. من اصلا اون لینک ناشناسی هم که بچه‌ها دادن به خاطر این دادم که مستقیما بچه‌ها در ارتباط باشن، ولی حقیقتا یه مقداری به من حق بدین که خیلی درگیریم. ولی میدونم سالی یکی دو بار حداقل، چون قبل اینا برای ما رویا بود، یعنی نه برای دانش آموزا، منی که برای باشگاه کار میکردم، سوال طرح میکردم، تو کمیته بودم فلان، یه برهایی بود نمیتونستم رئیس باشگاه رو ببینم سوال بپرسم، چه برسه دانش آموز مثلا بخواد بپرسه. الان این خیلی اتفاق خوبیه، بچه‌ها جواب خیلی از سوالاشونو گرفتن و اگه سالی یکی دو بارم باشه حتما در این حد که حتما من در خدمت شما بچه‌ها هستم. لطف می‌کنید. ولی اینکه بگم مثلا بچه‌ها بعضا پیام ناشناس میدن من جواب نمیدم، بعضا که زیاد پیش میاد. واقعا درگیرم من یه بازه‌های مثلا اعضای خانواده خودمو نمیبینم. خب مثلا همین امروز که مثلا روز جمعه است، من از اول فکر کنم ساعت 5:30 اینا بیدار شدم و فکر میکنم ساعت 10:30 اینا تازه بتونم برسم به خانواده و احتمالاً خوابن. معمولا اینجور مواقع خانواده خوابن. بچه‌ها ناراحت نشن من نمیتونم سوالاشون رو جواب بدم، ولی واقعا پیگیر اون مشکلای اصلی که میپرسن هستم. بفرمایید اگه شما. نخبه باهوش. آقا خوش اومدید. در مورد نحوه انتخاب آقای دیدبانم بگیم که من تو گروه فارغ التحصیل پیام گذاشتم اگه کسی میخواد بیاد تو جلسه بگه که ایشون گفتن من میخوام بیام. بله. امیدوارم که سوال چالشی نپرسین. بله تا این بنده خدا آماده باشن. آقای مجری ما چه خبر؟ سلامت باشی. من از کسرام تشکر میکنم، کسرا توافی، ایشون هم خیلی کمک کرد جلوی دوربین نیومد از فارغ التحصیلات. جدی چه خوب چه خوب ماشاءالله. خیلی امروز به من کمک کرد. من فکر کنم بار سوم عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبای برنامه اولیگو، خدمت مجری محترم دکتر اسدی عزیز و استاد خودم بزرگ دکتر حسینی بزرگوار. من اول یه نکته که توی اواخر صحبتاتون به نظرم رسید و خدمتتون عرض بکنم در مورد بحث اینکه یه جاهایی ادعا میشه و سوء برداشت میشه که تو بعضی از المپیادها تقلب رخ میده. این یکی از ریشه هاش اینه که شاید بعضی از مدارس به علت امکانات بیشتری که دارن سهم بیشتری از مدال‌های المپیادهای حالا دارای سهمیه ورود به دانشگاه دارن و این اتفاق باعث میشه که اینطور به نظر بیاد که داخلی المپیاد حالا داره اجحاف میشه در حق بعضی، مثل بعضی از مدارسی که حالا تو مراکز استان‌ها استقرار دارن و الی آخر. میخواین در مورد این موضوع توضیح بدین و اینکه ما عدالت آموزشی چجوری باید تو سطح کشور ببریم جلو واسه المپیاد امکان پذیر هست نه کنید یه چیزی که خیلی من بهش فکر میکنم مسئله عدالت آموزشیه که آیا باشگاه میتونه مستقیما ورود کنه یا نه. درست. نکنید یه تضاد منافع اینجا رخ میده. فرض کنید من حتی توی دورترین روستاهای کشور دوره آموزشی بذارم، خب بله، و خودم آزمونه المپیاد طراحی کنم و از قضا یکی از این بچه‌ها طلا آخر شه، یه نفر دیگه با اختلاف 0.1% نقره 1 شه که هر سال به چه اتفاقی میفته. بعدن هم قطعا باشگاه میاد میگه خب یکی از دستاوردهای من اینه که از اون مناطق محروم مدال طلا گرفتیم با توجه کلاسیک باشیم. این سوء برداشت خیلی جدی وجود نداره که باشگاه خودش تدریس که همون چیزی که گفتم تدریس کرده، خودش مدال داده، آزمون گرفته و خب یه کاری کردن که چه اتفاقی افتاد. یه چیزی حقیقتا یه چاقوی دولبه است. خب شاید ما باید این شکلی بریم جلو که از فارغ التحصیلانمون حمایت کنیم که تو کمیته‌های علمون فعال نیستن، اونها برن تو مناطق محروم همکاری کنن و کمک کنن. یعنی گروه‌های فارغ التحصیلی شکل بگیره، برن تو مناطق محروم‌تر، مناطقی که المپیاد جا نیفتاده. ما تعریف منطقه محروم تو المپیاد کنکور خیلی فرق داره. تو شاید ما تو کنکور منطقه 3 بگیم منطقه محروم، ولی خیلی از مراکز استان تو المپیاد محروم حساب میشن. درسته.
این باید با یه لایه واسط اتفاق بیفته. اون لایه واسط و حلقه فارغ التحصیلانه. من اینجا میخوام از شما قول بگیرم که یه چنین فرآیندی رو کمک کنید که شکل بگیره. هر کمکی باشگاه لازم باشه حتما انجام میده، ولی لازمه که این از طریق یه جای غیر باشگاه بره جلو. پس اینو ما امسال فکر می‌کنم ان شاءالله استارت کارو میزنیم، حالا اجرا شدنش دیگه چشم. من از طرف خودم قول میدم خیلی هم عالی. آقا اسد شما قول بدید. من یه کاری ازم بردیاد در خدمت ان شاءالله. یه مشکلی که وجود داره اینه که تعداد از بچه‌ها میگن مراسم اهدای مدالی که حالا زمان تقریبیش الان اعلام شده ممکنه تداخل داشته باشه با بحث امتحانای اون بازه زمانی و حالا بچه‌ها دارن مطالعه میکنن با توجه اینکه خیلی از مدارس حساسن رو نتیجه امتحانا با توجه به تاثیرشون روی ورود به دانشگاه. این ممکنه این سری اختلالاتی ایجاد بکنه. ما اگه احتمالاً گفتیم اواخر آذر ماهه، چه آزمون مؤثری ما تا اواخر آذر یا دی ماه؟ من دقیقاً سوالم همین بود. خب بچه‌ها خیلی اصرار داشتن که ما این تایم آزمون دی ماه مدرسه رو میگن اینها، اونا مؤثر نیست آزمون کنکورشون. بله مؤثر نیست، ولی خب خیلی پرسیده بودن میگفت مدارس. مثلا نمیدونم آزمونای ترمیمی دی ماه رو میگیرن یا نه، بعید نمیدونم، من در مورد این اطلاعی ندارم، ولی اواخر آذر ماه میریم از یه بازه قبلش میگیم که این تداخلش شکل نگیره. درست. یه موضوع مهم دیگه ای که خیلی بچه‌ها بهش اشاره کردن و یه علامت سوال بزرگی بود تو ذهن بچه‌ها این بود که خب ما الان یه تعداد المپیاد داریم که فی الواقع از سهمیه ورود به دانشگاه و تسهیلات ورود به دانشگاه بهره مند نیستن. خب الان ما یه المپیاد جدیدی هم تصمیم میگیریم اضافه کنیم تحت عنوان المپیاد هوش مصنوعی. خب این المپیاد الان زیر مجموعه المپیاد نوظهور قرار میگیره، المپیاد قدیمی، چون عذرخواهی میکنم میپرم وسط کلمتون، یه بخش زیادیش ریاضیه و ترکیبیات احتمالاً. با توجه به این حداقل شمایلش به المپیاد نوظهور نزدیک نیست، یعنی بوی المپیادهای قدیمی رو میده. آیا ما پیش بینی داریم که این المپیاد زودتر یا دیرتر از المپیادهای نوظهور از تحصیلات ورود به دانشگاه بهره مند بشه؟ ما برای همه مسابقه‌ای که تو باشگاه برگزار میشه همه تلاشمون میکنیم که یه امتیازاتی بهشون تعلق بگیره. خب ولی طبیعتا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم طبیعتا تو این فضا اعمال نظر خواهد کرد، طبیعی هم هست. درست. خب ممکنه با یه المپیادی زودتر موافقت کنن، ممکنه با یه المپیادی دیرتر موافقت کنن یا موافقت نکنن اصلا. خب اینو باید به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی بذاریم. ما در مورد همه این المپیادا با شورای عالی انقلاب فرهنگی مذاکره کردیم، حتی هوش مصنوعی. باید ببینیم نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست. یه سوال خیلی بامزه‌ای که بچه‌ها پرسیده بودن، خودم هم تا حالا بهش دقت نکرده بودم با اینکه حالا درگیرش هم نبودم البته. چرا سهمیه مدال برنز و مدال نقره یکیه توی المپیاد؟ نگاه کنید چرا باید متفاوت باشه؟ چون مدال سوال بچه‌هاست، من صرفا حقیقتاً توی فلسفه باشگاه بین مدال نقره و برنز خیلی تفاوتی وجود نداره. درست. اون سهم ما نکنید امتیازاتی که به المپیادا تعلق گرفته فلسفه‌اش چی بوده؟ این بوده که آقا اولا به طلاها اولین سهمیه رو دادن. چرا به طلا سهمیه دادن؟ چون قرار بوده که دانش‌پژوهای طلای ما تو دوره‌ای به عنوان دوره انتخابی تیم شرکت کنن و فرصت ندارن که برای آزمون ورود به دانشگاه مطالعه کنن. پس به این دلیل به بچهای طلا یه سهمیه و یه امتیاز معافیت از آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه دادند. بله. که اینا با خیال راحت بتونن برای آزمون‌های ورودی به تیم ملی المپیادهای کشور مطالعه کنن و بعدش برن افتخار آفرینی کنن برای کشور. درست. حالا دلیل این که به نقره و برنز سهمیه میدن چیه؟ اینه که خب این بچه‌ها دوران تابستان پایه 12مشون رو به خاطر شرکت تو دوره تابستان باشگاه از دست میدن. دوره‌ای که عملاً شروع مطالعه برای آزمون کنکور سراسریشون شروع می‌شده. درست. به این دلیل افرادی که تو این بازه شرکت میکنن یه سهمیه 10 یا 20% تعلق میگرفت که ما از وقت که اومدیم اینو یه قانون کردیم که بشه 20%. درست. خب و یعنی فلسفه پشتش اینه، نه اینکه ما آدما رو جدا کنیم. یعنی اگر امکان داشت ما کلا 2 تا مدال میدادیم تو باشگاه. یکی از چالش‌هایی که امسال باشگاه به جد باهاش مواجه بود متاسفانه بحث صدور ویزا برای المپیادهای جهانی بود که خیلی اشکال ایجاد کرد برای ما. توی فکر می‌کنم یکی از المپیادهای نوظهور اگه خاطرم باشه جغرافیا و کامپیوتر.
من میخواستم بپرسم که این چقدر سابقه داشته این اتفاق که تکرار بشه و چه تمهیداتی اندیشیده خواهد شد که یا اندیشیده شده که دیگه پیش نیاد یا تسهیل بشه؟ ما یه سری کشورها هستن که رابطه خوبی با ایران دارن، یه سری کشورها هستن رابطه دارن با ایران، یه سری کشورها هستن رابطه ندارن با ایران. خب درست. ما امسال با 2 تا کشوری که رابطه ندارن با ایران باید تو المپیاد علمی جهانی که تو این کشور برگزار میشد شرکت می‌کردیم. فکر می‌کنم مصر بود، یکیش مصر بود، یکیش ایرلند بود. و ما از قبل پیش بینی دوچار چاله شدن رو می‌کردیم. یعنی این شکلی نبوده که ما الان بشینیم فکر کنیم که چه مصر چه ایرلند اصلا قبل از این که فرایند ثبت نام تو المپیاد جهانی شروع شه رفتیم با دفتر حافظ، اونا سفارتخونه تو ایران ندارن، حافظ منافعشون تو ایران صحبت کردیم که آقا شما دقیقاً چی می‌خواید بگین ما زودتر آماده کنیم. درست. و اون بازه‌ای که نیاز بوده که تو سایت ثبت نام کنیم که اونا دعوتنامه اینویتیشن لتر یا دعوتنامه ما رو بفرستن در زودترین زمان ممکن ثبت نام کردیم. بعد حتی منتظر نموندیم اونا دعوتنامه رو دادن، ما هی مناقشه دادیم چرا دعوتنامه رو نمیدین، چرا دیر شده. خب و برای هر دو این المپیادها ما رئیس المپیاد جهانی اون رشته رو تو اون کشور فرستادیم وزارت امور خارجه اون کشور. درست. یعنی چه تو ایرلند 2 یا 3 بار رئیس المپیاد جهانی جغرافیا رفت وزارت امور خارجه ایرلند. خب و تو مصر هم میشه لفظ احضار رو به کار برد یا نه؟ نه احضار نه، رفته پیگیر شده که چرا ویزا این بچه صادر نشده. و تو مصر هم همین. خب یعنی ما اینقدر رایزنی کردیم که اون نماینده ایرانی که اونجا وجود داره و رئیس کمیته المپیاد جهانی که وجود داره برود صحبت کند که چرا نمیدهند. درست. خب ولی متاسفانه خب رابطه‌ای وجود نداره. مثلا ما سال 2008 که المپیاد جهانی کامپیوتر تو مصر بود به ایران ویزا ندادن. همین چند وقت پیش المپیاد دانشجویی آی سی پی سی بکنم تو مصر بود، باز بچه شریف ما ویزا ندادن. و دیگه ما یه جای واقعی وزیر صحبت کردیم، خود آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران به وزیر امور خارجه مستقیما مصر زنگ زد و در مورد مصر هم خب اون موقع تو فضای تغییر دولت وجود داشت. میگم اون هم کاردار ایران تو ایرلند تو دوبلین چندین بار رفت به وزارت امور خارجه ایرلند، هم رئیس المپیاد برگزاری، ولی خب یه جایی نمیخوام بدن. میدونین چیه؟ خیلی مستقیما قصد دادن همکاری نداره. خب یعنی من بعد از این با سخنگوی دولت صحبت میکردم، گفت یه جاهایی واقعا ما رابطه نداریم، نمیدن. یعنی طرف یه کاری میکنه که تو شرکت نکنی عملا. توی المپیاد کامپیوتر شب برگزاری آزمون دادن. بله. خب و ما بلافاصله بعد از آزمون برای بچه‌ها بلیط گرفتیم که برن تو اختتامیه شرکت کنن، ولی برای بچه‌ها ایرلند چند هفته بعدش هم حتی ندادن. این وسط باشگاه خیلی بیشتر از فرایند روتینی که بعد اتفاق میافتاد تو المپیاد جغرافیا پیگیری کرد. میگم نکنید روتینش چیه؟ اونا یه زمان ثبت نام دارن، ما اون فرما رو پر می‌کنیم، مدارک میخوان میفرستیم، باید منتظر بمونیم اونا دعوتنامه بدن، دعوتنامه دادن ما باید بریم دفتر حافظ منافعشون مدارک بدیم، منتظر بمونیم ویزا بیاد. این حالت روتینشه. ولی ما خیلی فراتر از این پیگیری کردیم. خب ما زودتر از این که زمان ثبت نام ایجاد شود رفتیم گفتیم چی میخواین، ثبت نام باز شد، همون روز اول تلاش کردیم که این ثبت نام روزهای اول این ثبت نام انجام شه. بعد با اینکه تحریم بودیم نمیتونستیم پولو بدیم، خیلی رایزنی کردیم از یک کشور دیگه پول ثبت نامو دادیم. از همون روز اول به کاردار ایران تو ایرلند گفتیم شما پیگیری کنید. خیلی چندین بار ایمیل دادیم که دعوتنامه ما رو زودتر بدین چون ما حادیم. ولی اتفاقی که افتاده چیه؟ اینو رئیس کمیته برگزار المپیاد جهانی جغرافیا گفت که آقا ایرلندیا گفتن که صدور ویزا برای ایرانی‌ها تو این کشور وابسته به وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه است، این دو تا باید تایید کنن و برای ایرانی‌ها 3 ماه طول می‌کشه. وقتی اینها 1 ماه مونده به المپیاد جهانی بهتون دعوتنامه میدن، عملاً انگار نمیخوان شما شرکت کنید. درست. خب ولی میگم ما استاپ نکنیم، از همه کانالایی که میشد پیگیری کردیم. دیگه میگم دیگه مثلا خیلی کار سخته شما به مثلا رئیس المپیاد جهانی یه رشته بگین تو برو وزارت امور خارجه اون کشور صحبت کن. خب ولی با اینکه اینها هم پیگیری کردن به این بچه‌ها ویزا ندادن. درسته. متشکرم از توضیح کاملتون. یه تغییر خیلی بزرگی امسال ما داشتیم تو سیستم 2 تا از المپیادهای نوظهورمون.
المپیاد تفکر و کارآفرینی و المپیاد اقتصاد و مدیریت. تغییر بسیار پیچیده که نمیشه گفت ولی جذابی بود، یعنی اتفاق ناشناخته‌ای افتاد. دو تا المپیاد تقریبا مرج شدن، یه اسم جدیدی روش قرار گرفت، یه عنوانی هم تحت عنوان حکمرانی بهش اضافه شد. خیلی از بچه‌ها سوال دارن که آیا المپیاد کارآفرینی حذف شد، ادغام شد، منابعش ارائه میشه نمیشه؟ اینو اگه توضیحی بدین من خیلی ممنون میشم. هیچ کدوم از این دو تا المپیاد حذف نشدن. درست. هیچ کدوم هم تو یکی دیگه ادغام نشدن. بله. اولا اینکه شما منابع مرحله یک دور المپیاد کارآفرینی و مدیریت اقتصاد کنی اشتراک بسیار جدی داره. بله. ببین خب حتی جالب رئیس کمیته المپیاد مدیریت اقتصاد ما هیئت علمی کارآفرینی دانشگاه تهران. بله. آقای دکتر چیتساس. بله. حقیقتا این دو تا مبحث خیلی به هم نزدیکند. بله. خب یعنی شما یک کارآفرین میخواین داشته باشین، نمیتونین کارآفرین داشته باشین که مدیر نباشه، از مدیریت نداند، از اقتصاد نداند و بالعکس. خب بله. به خاطر این اشتراک جدی که اینها دارن و جدی شدن خود المپیاد تو شورای عالی انقلاب فرهنگی بله. و شرکت این بچه‌ها تو المپیادهای جهانی و یه سری دلایل علمی که پشت اینه که اصلا خود کارآفرینی به طور خاص، بله، آیا یه المپیاد هست یا نه، یک فضای عملیه که بچه‌ها باید برن تجربه کنن. خب درسته. اون فضای علمیش بیاید تو المپیاد، اون فضای تجربیش رو باید بچه‌ها برن بیرون کسب کنند. بهترین راه این بوده که ما این دوتا رو ادغام کنیم به خاطر اشتراک بالاشون. پس بحث حذف کاملا نه، این دوتا ادغام شدن و ما اون فضای کارآفرینی رو بزرگتر کردیم حکمرانی. درست. خب یعنی حکمرانی یعنی نقشه آفرینی بچه‌ها با اون علم مدیریت و اقتصاد و اون چیز سیاست گذاری که کسب می‌کنن تو کل این فضاها، نه الزاماً فقط تو فضای کارآفرینی کشور، تو فضای مدیریت کشور، توی حکمرانی کشور، تو حکمرانی سیاسی، تو حکمرانی اقتصادی، تو حکمرانی اجتماعی، تو حکمرانی فرهنگی، همه این ابعاد بیاد پوشیده شه و این دوتا شدن یه المپیاد. خب این توضیحات رو من فکر می‌کنم حالا تو جمع‌های خصوصی تر بچه‌ها تا حدودی نه به این جامعیت مطرح شده بود. یه علامت سوال بزرگتر که باعث میشد این ابهام رفع نشه این بود که این دوتا المپیاد، المپیاد اقتصاد و مدیریت و المپیاد تفکر و کارآفرینی، المپیادهای جهانی مجزا دارن. یعنی المپیاد بیزنس مجزا برگزار میشه، المپیاد اقتصاد مجزا برگزار میشه. این سوال پیش اومده بود که ما چجوری از یک المپیاد قراره برای دو تا المپیاد جهانی تیم ملی استخراج کنیم. من یه سوال دارم. ما المپیاد جهانی طرح‌های محیط زیستی داریم. المپیاد جهانی منابع طبیعی داریم. درسته. المپیاد جهانی جغرافی هم داریم. خب بله. آیا ما به هر کدوم از این المپیاد داریم تو کشور متنازع بشه؟ خیر. مشخصه. مثلا یه بخش خوبی از این المپیادا با توجه به نیاز کشور ایجاد میشن. خب بله. مثلا خیلی بده که ما یه المپیادی داشته باشیم ولی هیچ نیازی تو کشور نسبت به اون مسئله وجود نداشته باشه. خب یا شما ممکنه از یه المپیاد چند تا المپیاد جهانی شرکت کنین. این تو حوزه کمیته علمی مرتبطه. اون باید نظر بده. کمیته المپیاد جغرافیا میگه که آقا ما تو این المپیادها به نظر ما به صلاح کشور بچه‌ها و المپیاد اینه که تو المپیاد جهانی جغرافیا شرکت کنیم. خب درسته. یا یه جایی مثل ریاضی ممکنه نه بگه آقا ما اینو باید شرکت کنیم و فلانو مثلا دوره آموزشی کمپ چین هم شرکت کنیم. این مفیده. خب بله. یه چنین تصمیم علمیه که کمیته علمی باید بگیره. ولی این ادغامش تصمیم کمیته علمی، تصمیم تخصصیه. بله. من رئیس باشگاه به تنهایی نمیتونم بگم مثلا دو تا المپیادی که نامرتبطن رو به هم بحث کنیم. اینو کمیته علمی باید صحبت کنه و الزامی نداره ما حتما تو این دو تا شرکت کنیم و یا ممکنه بیش از دو تا شرکت کنیم. بله. این تصمیم تخصصی که کمیته علمی باید بگیره. یک سری شایعاتی مطرح شده، واقعا در حد شایعات، که قراره یه همچین اتفاقی برای المپیادهای علوم زمین و جغرافیا هم رخ بده در آینده حالا دور یا نزدیک. اینو شما تایید یا تکذیب یا توضیح؟ حقیقتا یه چنین چیزی تو ذهن من بوده. خب درسته. که یه چنین اتفاقی بیفتد 1 سال پیش بوده. نه الان. یعنی خب بله. و با گروه‌های مختلف صحبت کردیم. یعنی مثلا بچه‌هایی که چند سال اخیر تو تیم‌های ملی المپیاد جغرافی و المپیاد علوم زمین بودند با هم نشستیم صحبت کردیم، نظرها مختلف بود ولی به تصمیمی که چه اتفاقی بیفته نرسیدیم. فکر می‌کنید اگر بنا بشه که من عذرخواهی می‌کنم وسط صحبتتون پریدم،
بنا بشه که همچین اتفاقی بیفته، همچین تغییری رخ بده، از چه مدت قبلش اطلاع رسانی میشه برای بچه؟ احتمالاً از ناکنید باشگاه هر سال یه بخشنامه مرحله اولی داره، تو اون بخشنامه به همه این موارد اشاره میکنه. بله. خب یعنی اصولاً ما امکان شرکت بچهای دهم 11 رو و تو بخشنامه آزمون مرحله اول میگفتیم. الان که یه مقداری زودتر گفتیم به خاطر اینکه بچه‌ها آگاه‌تر باشن. درسته. ما تو بخشنامه هر سال روند المپیاد اون سال اعلام میشه، ولی ما فعلا قصدی برای این قضیه برای امسال نداریم. بله. مگر اینکه یه دلیل متقنی باشد که چه اتفاقی بیفته. من با بچه‌ها صحبت کردم، فضا بیشتر بر نشدن بوده که اتفاق نیفته. بله بله. و هنوزم تصمیم جدی براش وجود نداره. نه فعلا تصمیم ادغام نداریم، مگر اینکه یه چیز محکمی بیاید به این دلیل مثل المپیاد اقتصاد مدیریت و تفکر کارآفرینی درست. فضای علمی شکل بگیره، اثبات کنه یه چنین چیزی به صلاح بچه‌های ماست. اون موقع یه چنین اتفاق ممکنه بیفته. من تحت عنوان آخرین سوالم مطرح بکنم و خداحافظی بکنم از جمعتون. نکته‌ای که وجود داره تو بعضی از المپیادها ما یک سری فرآیندهای ارزیابی غیر کتبی داریم، مثل المپیاد ادبی. درست. و مثل المپیادایی که حالا بچه‌ها باید پروپوزال ارائه بدن یا پروژه‌ای دارن. توی المپیاد ادبی خب بچه‌ها یه پارتی دارن که باید برن مصاحبه کنن با یک سری از اساتید با توجه به منابعی که دارن و این مصاحبه ها ارزیابی میشه. خب قاعدتاً به هر نوع ارزیابی ما تو هر سطح و اسکیلی که انجام بدیم بعد از مدتی بهش ایراداتی وارد میشه، اعتراضاتی وارد میشه. درست. منتها چون فضای مصاحبه، فضای ارزیابی از مسیر مصاحبه، فضای شفاهی و غیر مکتوبه، یه مقدار رسیدگی به اعتراضات توش سخت میشه و خب بچه‌ها خیلی دغدغه اینو دارن که اگر ما نسبت به ارزیابی خودمون در مصاحبه اعتراضی داشتیم چطوری میتونیم اینو پیگیری بکنیم، چطوری میتونیم اینو اقدام بکنیم، اصلا امکانش وجود داره در حال حاضر یا نداره یا چطوری؟ نکنید در مورد فرایندهای ارزیابی بچه‌ها دوباره میگم این چون یه فضای تخصصی کمیته‌های علمی نظر میدن. درست. ما اصلا کمیته‌های علمی رو ایجاد کردیم و یه شأن خیلی بالایی برای باشگاه دارن از این جهت که خب این چیز تخصصیه دیگه. مثلا شما نمیتونید در مورد المپیاد شیمی نظر بدید. کاملا درست. چه کتابایی به دردشون میخورن، چه نحوه گزینش بچه‌ها بیشتر به نفع بچه‌هاست و خروجی مطلوب تری به ما میده، نقش ما رو تو جهانی پررنگ‌تر میکنه و اینها، و اینو کمیته علمی معمولا تشخیص میده. البته باشگاه همیشه تلاش میکنه یک سیستم اصطلاحاً دیترمینیستیک یقینی مشخصی برای ارزیابی بچه‌ها داشته باشد. حالا بعضا ممکنه با صلاح دید کمیته یه روش‌های خیلی غیر روتینی هم غیر روتین از این جهت که مثل سایر المپیادا نیستن، نه اینکه اشتباهن. اتفاق بیفته مثلا ممکنه یک کمیته بگه آقا من میخوام آزمون شفاهی بگیرم، پروپوزال بدم یا چیزای شبیه به این، که البته تو المپیاد نوزور چون هنوز امتیاز ندارن خیلی حساسیتی ایجاد نکرده. اگه اونا قطعا بعداً امتیازاتی بگیرن یه چنین حساسیتی ایجاد میشه. ولی ما فکر کنم تو المپیاد اصلی فقط المپیاد ادبیه که یه ارائه شفاهی داره، ولی حقیقتا نحوه ارزیابی بچه‌ها تو این ارائه 4 یا 5 عضو هیئت علمی میشینن، تک تک جدا امتیاز میدن و این امتیازات ادغام میشه به نمره مشترک میرسه. و واقعا اگه مثلا ما به یه چنین چیزی اعتراض کنیم چه اتفاقی میفته؟ دوباره همون آدما باید بیان ببینن و یه نمره‌ای رو بدن دیگه، چون ما اگه آدم ثالثی رو اضافه کنیم خب سیستم نمره‌ای و سلیقه‌ها متفاوت میشه. البته امسال یه تعدادی از بچه‌ها یه چالش‌های نسبت به این مسئله داشتن که حقیقتاً با صحبتی که با کمیته شد تمامی این موارد دوباره مشاهده شد. بله. خب و حالا این اطلاع داده نشده به بچه‌ها، ولی همه اینها دوباره دیده شد. اون فضای شفاهی بچه‌ها که خدایی نکرده اجحافی رخ نده، ولی تغییری توی این نمره نداشتیم، یا اگه درست حساب کنم تغییری که دوچار تغییر مدال بشود نداشتیم. درست. من سوالام تموم شد. 2 تا نظرسنجی هم نمیشه گفت، میخوام ایده‌تون رو بدونم به صورت کلی. یکی از اهداف کوتاه مدتتون برای آینده باشگاه و یکی از اهداف بلند مدتتون برای باشگاه در حد یه جمله. یکی که ما کلی هدف کوتاه و بلند مدت داریم خب، ولی الان
یکی از بزرگترین چیزایی که ذهن ما رو مشغول کرده آماده سازی فضای باشگاه است درست برای دوره طلا، دوره تیم و از اون مهمتر دوره تابستانه. انشالله. یعنی حالا بچه‌هایی که الان میان تو باشگاه میبینن کلی کارگر ریخته تو باشگاه، بله. دارن آزمایشگاه‌ها آماده میکنن، فضای محیطی رو تلاش میکنن آماده کنن که بچه‌هایی که میان با یه فضای درستی مواجه شن و واقعا این بچه‌ها باید بگن که ما با چه صورتی داریم کار میکنیم. درست. خب این مسئله کوتاه مدت، مسئله بلند مدت حقیقتا اون دو تا هدفی که تو مصاحبه آقای دکتر اسدی هم گفتم، خیلی برای من مهمه که اثرگذاری باشگاه تو فضای بین‌المللی خیلی پررنگ شده، که متاسفانه یه ذهنیتی شکل گرفته تو دنیایی که بچه‌های نخبه ما توانمند نیستن. نتایج ما تو آزمون‌های تیمز و پلز که تو فضای آموزشی خیلی خوب نیست. تصویری که از ایران وجود داره تو کشور دیگه اصلا تصویر قشنگ و مناسب و زیبنده‌ای نیست که خیلیش دروغه. بله. حقیقتا ما تو وضعیتمون تو المپیاد علمی خیلی خوبه. خب که امسال هم نتیجه‌شو دیدیم دیگه. تو امسال فوق‌العاده بوده. آدمای ایرانی خیلی پررنگ. ما تو ایران آدمی داریم که برای کشور آمریکا تو حوزه المپیاد علمی چند تا کتاب چاپ کرده. بله. ما علاوه خیلی از کشور اروپایی تدریس کرده. ما خیلی از سوالای ایران تو کشورهای دیگه آزمون گرفته میشه. ما المپیادهای داخلی داریم که چند ده کشور تو شرکت میکنن. خب این نشون دهنده توانایی نخبه جوون ماست و برای من خیلی مهمه که اینو گسترش بدیم. دورای آموزشی برای بقیه کشورها برگزار کنیم، تو طراحی آزمون‌ها تو بقیه کشورها مستقیما ورود کنیم و بتونیم حداقل نخبه‌های بقیه کشورها رو ذهنیتشون رو نسبت به کشورمون و نخبه‌هامون تعدیل کنیم. یکیش اینه، یکیش هم که بچهای فارغ التحصیلمون رو درگیر کنیم. خیلی برای من مهمه. به روش‌های مختلف تو کمیته‌های علمی درگیرشون کنیم، تو فرآیند اجرایی باشگاه درگیر کنیم یا نه گروه‌های پژوهشی شکل بدیم، از اون طریق بچهای ما برن جلو و نقش آفرینی کنن برای کشور و باشگاه بشه خونه بچه‌ها. خب یعنی باشگاه اصلا اسمش به قولی بنده خدا این محلی برای بودن، باشیدن. خب مثلا باشگاه اسمش رو نذاشتن مثلا سازمان دانش‌پژوهان جوان به این دلیل که واقعا باید باشگاه باشه، چون بچه از دوران دانش آموزی تا انتهای دوران نقش آفرینیشون تو کشور تو هر سنی بتونن بیان تو خونه خودشون کمک کنن، کمک بگیرند که اتفاقای خوبی بیفته و اینا خیلی برام مهمه که ان شاءالله اتفاق بیفته. من تشکر کنم از اینکه وقت گذاشتین. من اذیتتون کردم از آقای دکتر اسدی هم عذرخواهی کنم. من این مقدار زیاد صحبت کردم. بی‌ادبی بود. سلامت باشین. خوشحال شدم. ما بریم در خدمت آقای دکتر اسدی باشیم. دستتون درد نکنه. سلامت باشین. آقای اسدی. من فقط یه نکته بگم، من دکتر نیستم. یه نکته بعدی، من چون دکتر حسینی اشاره کردن، ما یه المپیاد داریم که ایران راه انداخته ولی تو آخرین دورش بیش از 40 تا کشور شرکت کردن به نام المپیاد ترکیبیات ایران. اکثر المپیاد ریاضی و کامپیوتری ها میتونن تو شرکت کنن و حتی افراد دیگه. کف و سقف سنی هم نداره و پیگیرش باشید که 10 و 11 آبان برگزار میشه. ثبت نامش هم شروع شده، اگه دوست داشتید شرکت کنید. من یه تشکر خیلی ویژه کنم از دکتر حسینی عزیز که توضیح کوتاهی اگر بشود من فقط در مورد شرط باشگاه بدم. البته این المپیاد گفتیم، ما المپیاد هندسه ایران هم داریم که اونها هم فارغ التحصیل باشگاه هستن. من پارتی بازی کردم چون تو ترکیبیات خودم. اونها هم واقعا خیلی تونستن تو دنیا بدرخشن و المپیاد معتبری تو دنیا هستن. نکنید بچه‌ها، خیلی ایده ها وجود داره که تو باشگاه ما میتونیم پیاده کنیم. خب و واقعا داریم حرکت میکنیم. اینو بیشتر بچه‌هایی که شاید دوران دهه 90 مدال گرفتن باید صحبت کنن که چقدر باشگاه تغییر کرده. من خیلی آدم مناسبی نیستم با عنوان رئیس باشگاه در مورد این مسئله صحبت کنم. ما خیلی چالش داشتیم، خب و خیلی چالش داریم. حقیقتاً خیلی دوست داریم بهترین شرایط رو فراهم کنیم، داریم تلاش هم میکنیم واقعا. خیلی از اتفاقایی که تو این چند سال تو باشگاه افتاده واقعا برای اولین بار بوده. خب یعنی توی تاریخ باشگاه نبوده، یاد خیلی کم نظیر بوده. خب که مثلا رئیس جمهور کشور پاشه بیاد تو باشگاه، یه محیط فیزیکی خیلی بزرگ برای بچه‌ها به صورت مستقل گرفته شه. اینکه حالا اون فضای مقداری نسبت به ذهنیت شما شاید گنگ باشه ولی اون فضای مالی مستقل، ردیف بودجه مستقل تو کشور دیده شه، برای باشگاه ساختار مستقل دیده شه. یه مراسم اهدای مدال خیلی مناسب برای بچه‌ها بگیریم. خیلی تلاش کردیم
نظم و نسق رویدادهای باشگاه مشخص باشه ببینید. ولی بچه ما همزمان نمیتونیم همه این کارا رو بکنیم. خب همزمان نمیتونیم همه مشکلایی که وجود داره رو حل کنیم. داریم حرکت میکنیم، داریم زورمون رو میزنیم و تو این مسیر بچه‌ها یک گروهی که خیلی میتونن بهمون کمک کنن خود شماهایین. شماهایی که الان درگیر المپیادین، با نظراتون کمکمون میکنین، فارغ التحصیلای باشگاه واقعا اومدن دارن کمکمون میکنن. بچه‌ها نگاه کنید بچه‌ها، 2 تا رویکرد وجود داره. یه رویکرد اینه که ما بشینیم بیرون بگیم که باشگاه فلان جاش باگ داره، فلان جاش باگ داره، فلان جاش باگ داره، این که بدیهیه که فلان چیزو چرا نمیتونین درست کنین، این بدیهیه که یه سایت خوب خیلی برای باشگاه مناسبه، این بدیهیه که جواب رو زود بدین بهتره. بچه‌ها خیلی از این موارد حقیقتاً بچهای فارغ التحصیلی که تو باشگاه هستن حداقل اونا کنار ما وایسادن میدونن اینا رو. خب خود ما شبانه روزی بهشون فکر میکنیم، برامون خیلی از این موارد واضحن. حتما چالشایی وجود دارن که انجام نمیدیم. خب یعنی حتما یه دلیلی وجود داره که یه سری از این اتفاقا نمیفته. یک کمک خیلی جدی که ما از این بچه‌ها می‌خوایم، از شما می‌خوایم بچه‌ها، شما دلسوزانه بیاین کمکمون کنید. خب من خیلی این بچه‌های فارغ التحصیلی که الان اومدن کنارمون دلسوزانه میان میگن، صحبت می‌کنن، آقا به نظر ما فلان اتفاق اگر بیفتد خروجی بهتری دارد. خب به نظر ما بیاین بشینیم در مورد فلان اتفاق. خب مثلا یکی از اتفاقایی که افتاده همین باز شدن دهم برای بچه المپیاد فیزیک، شیمی، ادبیات حاصل صحبت جدی ما بوده و فارغ التحصیلامون. این شکلی نبوده بیان بگن که خب چرا دهم باز نمی‌کنین، فلان جا باز میکنه، مثلا شرم بر شما باد. خب یعنی ادبیات بیشتر این شکلی بوده که خب آقای حسینی به نظر ما در کنار فعالیتایی که دارین رخ میدین تو این فضا هم بیاین ورود کنید و میایم صحبت می‌کنیم. یه جاهایی میشود، یه جاهایی نمیشود. واقعا داریم تلاش می‌کنیم که این اتفاق خوبه بیفته براتون بچه‌ها. یعنی آدمایی که الان درگیر باشگاهن، فارغ التحصیلی که اومدن بچه‌ها، بعضن چون چندین ماه هیچ حق و زحمه‌ای از باشگاه دریافت نکردن، وایسادن که اتفاق خوبه برای شماها بیفته، اون سختی که خودشون کشیدن برای شما حادث نشه. اون بعضا بچه‌ها ما دوره تابستونشون بچه تو پاییز برگزار می‌شد. اصلا استاندارد ما این نیست. خب رویکرد ما این نیست خودمون با چنین چیزی مقایسه کنیم، ولی داریم تلاش می‌کنیم گام به گام بهتر شیم. ما یهو نمی‌تونیم واقعا از نمره، میگم مثلا نمیخوام بگم قبلا چه نمره‌ای بودیم، مثلا از نمره 50 نمیتونیم یهو بشیم 100. بچه‌ها گام به گام باید بریم جلو، قدم قدم بهتر شیم. خیلی بچه‌ها دارن کمک میکنن. بعضا خیلی از حرفا بچه‌ها یهو روحیه بچهای ما رو نابود میکنه، چون غالبا المپیادی ان. مثلا بچه ما تو المپیاد فیزیک درگیر شده، تو المپیاد شیمی درگیر شده، تو المپیاد کامپیوتر درگیر شده، تو المپیاد زیست درگیر شده، یهو یه اتفاقی میفته یا یه چیزی میشنوه یا اصلا نابود میشه. خب ما چیزی که ازتون میخوایم، میدونیم چالش داریم، میدونیم مشکل داریم، اینا رو بچه‌ها بهمون منتقل کنین و خودتون بیاین کمکمون کنین. بعداً این قولو بدین که بیرون وای نستین و بگین آقا فلان اتفاقها بیفته، این 20 اتفاق. میگم خیلی از این اتفاقا لازم خود شما ورود کنین. خیلی از این اتفاقا اون باشگاه هویتش باید شکل بگیره. طبیعتاً من رئیس باشگاه مسئول این اتفاقم. من رئیس باشگاه باید تضمین کنم یه چنین اتفاقایی بیفته و تضمین میکنم. خب خیلی خوشبینم که تو این مسیری که داریم حرکت میکنیم تو آینده نزدیک اتفاقای بهتری هم بیفتد، خیلی از این چالشایی که داریم رفع شود. ولی نیاز داریم که هم شما یه مقداری کمکمون کنین با صحبتایی که میکنید، راهنمایی که میکنین، چیزایی که به من یا به بچه فارغ التحصیلمون منتقل میکنیم و با دعاهایی که میکنید و همون اون روحیه و امیدی که بچهای ما میدید. حتما باشگاهی که برای ماست باید بسازیم. من فارغ التحصیل باشگاه بودم توی باشگاه، اتفاقا تو دورانی بودم که اون انحلال بد باشگاه رخ داد. تلاش کردیم آسیبی که تو این 13 سال ما خوردیم رو برگردونیم به اون دوران و اون آسیبه جبران شه. به نظر ما یه بخش خیلی خوبیش جبران شده، یه اتفاقایی برای اولین بار رخ داده، ولی همچنان جا داره. باید تلاش کنیم، باید کمک بگیریم، باید بریم جلو، ولی کمکمون کنید. این خیلی مهمه برام. منم در تایید صحبت‌های حسینی اینو بگم که حالا من یه
12 سالی خب درگیر المپیادم، حالا چه یه مدت معلم بودم، یه مدت به عنوان فعال المپیاد و غیره. یه 3 سالم خب خودم دانش آموز بودم. یعنی تو این 15 سال مقایسه که میکنم واقعا اوضاع باشگاه خیلی بهتر شده. خب آدم دراز مدت که نگاه میکنه بهتر میتونه قضاوت بکنه، چون ممکنه یه دانش آموز تازه امسال درگیر المپیاد شده و ندونه قبلا چه مشکلات شدیدتری وجود داشته و الان من انصافا بخوام بگم علیرغم همه سوالای چالشی که پرسیدم و انتقاداتی که انجام شد، واقعا باشگاه خیلی بهتر از قبل شده. اینو من حداقل از نظر خودم بخوام بگم این اتفاق افتاده. من تشکر میکنم از آقای حسینی که خیلی زحمت کشیدن برای این موضوع و همچنین برای برنامه امروزم همچنین تشکر میکنم. با وجود سردردی که داشتن و شرایطی که خیلی شاید مناسب نبود تشریف آوردن و برنامه رو اجرا کردیم. خیلی ممنونم از شما و من از دوستان عزیز خداحافظی میکنم. ممنون ازتون. خدا نگهدار.